برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، حمد و ثنا پروردگار را، پروردگاری که من و شما را آفرید و به این روز رسانید، به دیدار هم رسانید. شکر پروردگاری که همیشه در غم من و شما هست. همه کوتاهی ما و همه کمبودی های ما و همه پیشروی های ما را شاهد است. از سرهای ما آگاه است. از همه عیب و نقصان های ما آگاه است. ما کی هستیم او میداند. گرچند که همسایه ما، گرچند که خویش و تبار ما از بعضی ناکسی های ما بیخبر است، او الله تعالی با خبر است. او پروردگاری که همیشه از ما طلب میکند در راه راست باشیم، کسی را فریب نکنیم، به کسی ظلم نکنیم، همیشه در راه راست باشیم. کوشش کنیم که به یک نفر دیگر نفعمان برسد. اگر نفعمان نمیرسد، ضررمان نرسد. هیچ نه.
و درود و رحمت به پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که سبب هدایت ما به این راه راست شده و به ما این دین مبین اسلام توسط ایشان ارزانی آمده و شکر پروردگار که در مابین میلیاردها انسانها ما هستیم که هدایت یافتیم، ما هستیم که در راه این دین مبین هستیم. شکر پروردگار که توسط این پیامبر گرامی اسلام، توسط این معلم بشریت، در بین میلیاردها انسانها تنها از 1/7 اهالی روی زمین به این دین گرویدند، در این دین هستند و این دینی است که خاتمه بخش تمام دین هاست. بعد از این دینی نیست و با همین دین ما با خدا روبرو میشویم. برای همین هم شکر پروردگار که ما را مسلمان آفریده است. ما به این دین هیچ کار نکردیم، با این دین تولد شدیم. همین که تولد شدیم، پدر مسلمان، مادر مسلمان، در یک فضای مسلمانی کلان شدیم، به وای رسیدیم. ما برای هدایت یافتن خود مهنت نکردیم. ما برای یافتن راه درست، یعنی راه هدایت، هیچ یک مهنت نکردیم. در یک عائله مسلمان، در یک عائله دیندار تولد شدیم، به وای رسیدیم در یک فضای مسلمانی. اما بدون مهنت نمیشد است. برای آنکه عدالت برپا باشد، برای آنکه ظلم نباشد، برای آنکه آزادگی باشد، باید مبارزه لازم بوده است، باید مهنت لازم بوده است. اگر مهنت نکردی، اگر برای آزادگی خودت تلاش نکردی و برای اقلا همون آزادگی که با همون آزادگی تو را خداوند آفریده است، برای باقی ماندنت با همین آزادگی ها اگر کوشش نکنی، غیرت نکنی و خودت را از ظلم ظالمان محافظت نکنی، حتما که او کفران نعمت می شده است. با او آزادگی هایی که خداوند تو را آفریده است تو نادیده میگیری، همه او را از دست میدهی. اما باید دانسته باشیم که از این همه آزادگی ها یکایکی من شما پرسیده میشویم. همه این دست و زبان و چشم گوش بینا، چشم گوش شنوا و چشمان بینا پرسش دارند و ما پرسیده میشویم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز گرامی، باید یک لحظه زندگی داشته باشیم هم، یک لحظه تا یک ساعت دیگر اگر حیات داشته باشیم هم، او را غنیمت شماریم. نگذاریم که کسی از این یک ساعتی نه یا یک لحظه نه حیات ما سوء استفاده کند، ما را استفاده برد. به هیچ کس حق ندهیم. اما امروز موضوع ما چی است؟ امروز موضوع ما این است که از آزادگی ها را از دست دادن ما، از جسارت و شجاعتی طلب کردن حق خود را از دست دادن ما ظالمان سوء استفاده میکنند. انا امروز ما در همین باره گپ میزنیم. ما امروز در تاجیکستان شرایط آمده است که به خاطر با ظالم سر به سر نشدن، روبرو نشدن، ما خودمان را از یک شعله شمع گرفته به شعله شمع دست را داری، فقط همین جایی که داشتی میسوزد. لیکن با اگر آتش جنگل خودت را انداختی، تمام تنی جسم جانت میسوزد. حالا از یک شعله شمع گریخته مردم ما به آتش جنگل خودشان را انداخته ایستادند. اگر تاجیکستان را فرض کردیم شعله شمع است، حالا روسیه یک آتش جنگل است. روسیه با تمام دنیا سر به سر است، در حالت جنگ قرار دارد. از تاجیکستان مردم سراسری کوچیده ایستادند، کوچ بسته ایستادند. به کجا؟
بر روسیه که امروز آینده اش معلوم نیست چی می شود. با تمام دنیا سر به سر شده است، در جنگ است، تمام دنیا تحریمش کرده اند، در حالت جنگ است. در این چند ماهی که 5 ماهی که در حالت جنگ است، تمام یراق اسلحه‌اش به نهایت خود رسیده ایستادند. 75,000 عسکرش نابود شد. 75,000 لشکرش نابود شد بنا به معلومات هایی که هست. اما تاجیکان ما در همین حالت مجبور هستند که تاجیکستانی بهشت روی زمین را ترک کنند و با وجود آنکه در روسیه این حالت است بر روسیه بیایند. این هم در کدام حالت است؟ در همان حالت است که در تاجیکستان دعوا دارن، هر روز جای کار آفریده ایستادن. جای کار آفرینی، رئیس جمهور از این شهر به وی شهر، از این ولایت به وی ولایت سفر کرده، جایهای کاری آفریده ایستاده است. لنده کارخانه ها را بریده ایستاده است. همین روز بسم الله گفته، همین روزها بسم الله گفته تلویزیون های تاجیکستان را میمانید، در حال از همانجا سر می شود که جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر فلان تشریف آورده، فلان کارخانه را افتتاح بخشیدند، فلان کارخانه را افتتاح بخشیدند، فلان حاجتخانه را افتتاح بخشیدند، فلان سرتاشخانه را افتتاح بخشیدند، فلان کاشانه حسن را افتتاح بخشیدند. حاضر در همین حالت هستیم. من بسم الله گفتم ماندی سر میکند. اما در همین حالت واهمه ها مردم گریزانند از همون جایی که بهشت روی زمین مینامند. هر روز رئیس جمهور جای کار آفریده ایستاده است. حالا ببینید تماشابینان عزیز، در حالی که شخصان آگاه، کارشناسان، نفرانی که این مسئله را صرفا میرن، از افزایش مهاجرت سراسری ساکنان تاجیکستان در حالی که بانگ خطر میزنن، رسانه های دولتی از همون 6-7 شبکه های تلویزیونی سر کرده تا سایت های مقامات دولتی جار زده ایستادند که رئیس جمهور در اینجا جای کار آفریده است، در اینجا کارخانه صنعتی شده ایستاده است. همین خیلی سایت رسمی حکومت، یعنی یک بزرگترین سایت دولتی تاجیکستان خاور، کشادت بسم الله گفته 60-70% خبر جای کار آفری های پیشوا. 60-70% سفر کاری پیشوا. اینجا رفته قایچش کتی لینت برودگی، اونجا رفته قایچش کتی لینت برودگی. فقط سایت هم یک شوید همین میخونید. اما در همین حال مردم کوچیده رفته ایستاده است. برو گناهش گرفتگی بلیت نیست. مردم در پشتی درهای کاسه های بلیت فروشی، نقطه های بلیت هواپیما فروشی، حالا بلیت قطاره ها فروختن سر شد. مردم در پشت کاسه ها قطار نوبت پایی با بالای نرخ بودگیش نرخ را بلیت فروش ها زم کرده ایستادن چند برابر. با اون نگاه نکرده مردم بلیت خریده ایستاده است، با دعوا دارن که بلیت نیست. پس این بهشت روی زمین چه شد؟ این جایهای کاری آفریده پیشوا چه شد؟ ببینید، در حالی که مردم کوچ بسته ایستاده است، خانه به خانه سراسری،
کمترین اطلاع یا تحلیل در مورد افزایش هجرت سراسری این رسانه ها نشر نمیکنند، تلویزیون های دولتی گپ نمیزنند. تحلیلگراتون کجا شدن؟ آینده بیناتون کجا شدن؟ مگر این آینده بیناتون امروز همش مرد یا پوزیسیون دیگه شد؟ فقط همین رسالتشون به قرصک زنی گذشت. کجا شدن این تحلیلگرا؟ میگن که چی بعضیاش میبره تحلیل میگوده، تحلیل نمیه، هم یک تفسیری چی میکنه، تفسیری حادثه میکنه یا تفسیری رویداد میکنه، تفسیری خبر میکنه. تمام. و شما برای تحلیل کنید، مرحمت تحقیق کنید، برای چی مردم سراسری از تاجیکستان برآمده رفته ایستاده است؟ ببینید طبق اطلاع نهادهای دخلداری روسیه، شمار تاجیکانی که تنها برای کار در ماه‌های اپریل ایون، اپریل می ایون، تمام همین سه ماه، در همین سه ماه مقدار شهروندانی که تاجیکانی که بر روسیه وارد شدند بیش از 1,000,000 نفر و از 1/3 تمام مهاجران بر روسیه رفتگی، همین تاجیکان در 3 ماه 1,000,000 نفر بر روسیه رفته است. حالا طبق معلومات این نشان دهنده همین در ماه‌های اپریل ایون بر روسیه رفتگی تعداد 74.6% نسبت به همین سال گذشته 2021 افزایش داشته است. یعنی نسبت به همین ماه‌های اپریل می ایونی سال 2021 در سال 2022 در این 3 ماه 74.6% بر روسیه سفر کردگی ها زیاد شده است. درست در پاندمی بودن، در حالت پاندمی بود. لیکن روس ها چی گفته شدند؟ رکوردی در همین 6 ماهه اول سال 2022 بر روسیه آمدگی ها از 6 سال گذشته گذشت. یعنی رکورد زد. یعنی از سال 2016 تا به همین سال 2022 همین قدر تعداد بر روسیه نآمده بوده است. فهمیده ایستادید؟ یعنی همین سال زیاد شدنی مهاجران بر روسیه، اگر این 2 سال کرونا ویروس را هم به اینوبت نگیریم زیاد است. با سالهای قبلی از کرونا ویروس اگر مقایسه کنیم هم خیلی زیاد است. شما تصور میکنید تاجیکستان دعوا داشت ما 450,000 فقط در روسیه مهاجر داریم، 500,000 مهاجر داریم. روسیه میبرامد میگفت که نه شما زیاده از 1,000,000 مهاجر دارید. یادتون هست وقتی امام علی رحمان برآمد گفت که ما 450,000 مهاجر داریم، در همینجا پوتین برآمد گفت که شما زیاده از 1,000,000 مهاجر دارید. حالا او بودی شدی مهاجران را در نظر داشتن. حالا گفته شده ایستاده است که تنها در ماه‌های اپریل می ایون زیاده از 1,000,000 مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته است. از نو 1 نفر برفته است در همین 3 ماه. موندگیش حالا در روسیه. حالا یک گزارش بود که 3 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه است. به همین موافق شده ایستاده است. به همین گزارش نگاه کنید. رشد تاجیکستان رو ببینید. یک بار 76% افزودن هجرت تاجیکستانیان به کشوری که درگیر جنگ است و کوشش دارد که خارجیان را به این جنگ جلب کند. حالا تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند از 27 سالش تا 60 سالش اگر
мобилизация шавад, бояд ба ҷанг раҳсипор карда шаванд. ҳатто муҳоҷироне ки РВП-ю ВНЖ доранд ба ҷанг фиристода мешавад. Россия ҳозир ҳолаташ ниҳоят танг омадааст. 75 000 лашкараш мурдааст. аслиҳаи ҷанг мекардагиаш намондааст. аз инҷа ба инҷа аслиҳа кофта гаштааст. ёдатон ҳаст имрӯз дирӯз хабар шуд ки аз гулӯгоҳи босфори Туркия аз Сурия Россия пасмондаҳои силоҳашро ҷамъ карда гирифта овард. маҷбур шуд. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? ҳоло ҳамин ҳолат аст. ин кишвар мехоҳад ҳатто аз муҳоҷиро истифода кунад, ҳатто ба ҷанг онҳоро ҷалб кунад. дар ҳамин ҳолат аз биҳишти рӯи замин ва кишваре ки раисҷумҳураш ҳар рӯз чанд корхонаи саноатӣ ифтитоҳ мекунад, фирор кардани мардумаш ба як кишвари дар ҳолати ҷанг қарор доштагӣ ва зери таҳрими шадидтарин истодагӣ воқеан як аҷиб аст. ҳоло бубинед, як чизи аҷиби дигар ин аст ки расонаҳои давлатӣ ба мардуме ки аз бекориву қашшоқӣ чамаданҳои худро сари кис кара Россия рафта истодаанд, ба онҳо аз рушду иқтисоду пешрафти кишвар ва эҷоди ҳаррӯзаи ҷойҳои корӣ дар телевизионҳо лоф мезананд. шарм намедоред? ин мардум кӯчида рафта истодааст. шумо телевизион чиқ монди? ҷойи кор офарда истодем, пешво омадан лента буриданд, дузандагӣ кушодем. ҳоло дузандагиятон саратон намехӯра. ҳоло поинтар гап мезанем дар ин бора. даҳҳо соат телевизионҳои давлатӣ эфири худро барои намоиши ин офаринишҳои ҷойкорӣ сарф мекунанд. ҳама ин дурӯғ, ҳама ин лофу газоф фреби мардум аст ва фреби мардум аз пули мардум, аз буҷаи давлатӣ ин телевизионҳо кор мекунанд. кормандони телевизионҳои давлатӣ, шабакаи якум, телевизиони Тоҷикистон, Сафина, Баҳористон, ҳаром нахӯрда муред. ҳар як луқмаи нонатон ҳаром аст. ба фарзандонатон хӯрондаги нонатон ҳаром аст, чунки аз кисаи мардум мерабоед ба шумо пул ҷудо карда мешавад. шумо медонед ки дурӯғ гуфта истодаед, он дурӯғро гуфтан мегиред. виҷдонатон азоб намедиҳад? бубинед, Завқибек Саидаминӣ зиндонро қабул кард, аммо ранги шумо ҳаромхӯриро не. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода зиндонро қабул кард, ранги шумо бевиҷдониро не. шумо меред гузоришҳо тайёр мекунед, дурӯғ дида истодед. ҳамин нафароне ки гузориш тайёр мекунед, ҳамчун актёр онҳоро омода мекунед. шарм намедоред? дар ҳамин ҳолатон чанд хешу таборатон бо шумо хайру хуш кард, ман Россия рафта истодам гуфта. бибинед, гузориш медиҳеду гузориш медиҳеду гузориш медиҳед, аз саҳар то шом бо пагоҳаш сар мешавад. ҳамин гузориш, ҳамин гузоришатон, ҳамин гузоришатон, ҳамин як пули пӯчак мешавад ки аксарияти ҳамин гузоришҳоятонро бо як ҷумла тамом кард. ҳамин аксарияти ҳамин гузоришҳоятон як ҷумла будеш тамом де. охир чӣ одама дилбеҳи ҳузур мекунӣ бо ҳамин дурӯғҳоят? масалан, раисҷумҳур шаҳри Бустон рафт. дар филиали Академияи амнияти химиявӣ коргоҳи дузандагӣ, безори дузандагӣ шудам. коргоҳи дузандагӣ корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон, коргоҳи қолинбофӣ корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон
و کارخانه استحصال کاغذهای رنگک امام علی رحمان در شهر بوستان با تانتنه افتتاح کرد. 99 جای نوی کاری پیدا شد. 100 جای کاری. یک شهر برفتگی 99 جای کاری تشکیل کردگی. تمام 99 جای کاری. در این شهر 30,000 آدم زندگی میکند. در همین شهر 30,000 آدم زندگی میکند. خوانندگانی که همین سال مکتب را تمام کردن مینیمم 500 نفر. تو یک کمصد جای کاری آفریدگی. حالا از 17 ساله 18 ساله بالا رو مان 500 نفر تیارن که باید تو به اونها جای کار تامین کنی. خوندن، دانشگاه، کالج، دانشکده یا که جای کار وظیفه تو است. وظیفه حکومت است آنها را به جای کار تامین کردن. جای کار تامین کردن نمیتونی ثبت استعمالی آنها را باید پر کنی. آنها باید در شغل اهالی به قید گرفته شوند تا آنه که تو جای کاری یافته میدهی حکومت جای کاری یافته میدهد آنها با کمک پولی باید تامین کرده شوند. این 99 نفر جای کار کردی خیر مالش از 18 سال بالا رو مون. همین مکتب بچه‌ای که تمام کردن 400 نفرش چیکار کنن؟ چیکار کنن؟ داری قدرت که به این 400 نفر جبران پولی یا کمک پولی تا وقت جای کار یافتنشان دهی و جای کار یافته دهی به آنها. ببینید حالا نگاه کنید. کارگاه دوزندگی کارخانه واحد دولتی فلزات نادر تاجیکستان که گویا 45 نفر را به کار تامین کرده است حالی پای رئیس جمهور از همه شهر بوستان کنده نشده این کارگاه از کار ماندگی است. برای همین از این 99 45 را به ملال حذف کنید چند میمونه؟ 54. همین خیل کارگاه دوزندگی گفت این کارگاه دوزندگی همین خیل است که پای رئیس جمهور کنده نشده تمام از کار میموند. حالا بدتر گپ زنم بیاید در این باره. اگر نگاه کنید رئیس جمهور باز کجا رفت؟ ناحیه باباجان غفورов. امام علی رحمان در ناحیه باباجان غفورov کارخانه استحصال خلطه های همین چه هست که پلی پروپلیتنی یا که پلی اتیلنی هر دوشه استحصال میکند. کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدودی آریان پاک این کارخانه مورد استفاده قرار داد رئیس جمهور لنتاش رو برید. 86 نفر به جای کار تامین شدند. 86 نفر یا که خاور بزیب کرده میگوید 86 نفر ساکنان شهر و ناحیه های ولایت با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. معاش خوب چقدر؟ 1500 سومانی ماکسیموم. 1500 سومانی. این قیقه $100 زیادتر. این قیقه $100 زیادتر. انا کن نگاه کنید. ناحیه باباجان غفورov ناحیه کلانترین در تاجیکستان است. 2 برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان اهالی دارد. 2 برابر. 2 برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان اهالی دارد. از یک ولایت 2 برابر زیاد. ناحیه باباجان غفورov 400,000 اهالی دارد. هر سال 7-8 هزار خواننده مکتبش را ختم میکند. 7-8 هزار. برای 7-8 هزار ختم کننده این مخلوق خدا 86
جای کاری آفریدگی است. 86 اوی موندگی ها چیکار کنن؟ مایلش از 18 ساله بالا حالا در نظر نگرفته شده. ببین مکتب بچه ها مکتب ختم کرد رو به امید است، چیکار کند؟ امیدش رو تو میکشی. به همین کارت، به همین سفسطه هایت، به همین کله مردم رو گران کردنت امید مردم رو میکشی. یک روز میبیند، دو روز مینگرد که هیچ کس به او اهمیت ندارد. مکتب رو ختم کرده است، شکمش رو سیر کردنش در کار است، تنش پوشیده شدنش در کار است، زن گرفتنش در کار است، شوهر کردنش در کار است. میبیند که یک رقابت بزرگی جوی کاریابی به میان آمدگی است، نونیابی به میان آمدگی است. چیکار میکند دیگه؟ در تاجیکستان این 6-7 هزار نفر اگر بررسی نروند به امید شما باشند که شما طبق قانون، طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان کشور اجتماعی گفته، دولت اجتماعی میباشد گفته، سبد استعماریشان را پر میکنید، به امید این شود گوشت یکدیگرش میخورد مردم. 7-8 هزار آدم قابل مهنت میشود، 18 ساله بالا قابل مهنت میشود. 7-8 هزار آدم شما میرید 80 تا جای کار میآفرید. با این 80 تا جای کارتون دروغ است. همین که رئیس جمهور پاش کنده شد تمام ادا نیست. وای همین یک کلمه من در همین یک ساعته که برای خودم جدا کردگی هستم میگم تمام ادا. هر روز کسی خواهد از این گزارش شما تماشا کردن میگیره. بیزار میکنید شما. تلویزیون میمونی با همون، تلویزیون میمونی با همون. یک چی نوحی باباجان غفوروف را 50 بار تکرار نشون میدهد. نوحی استرافشان رفت چند بار دیگر. خیر استرافشان نبینید. در استرافشان در دو کارخانه دوزندگی، یک کارخانه استحصال محصولات ساختمانی، دو مرکز خدمت رسانی و یک کالج که پیشوا در استرافشان لنته هایش را بریده به استفاده داد، با همین لاف و گزافی رسانه دولتی خاور، اگنتی ملی 255 جای نوی کاری بنیاد شد. تمام. همین قدر گپ است در اونجا دیگه، زیادتی گپ نیست. از این 225 جای کاری به طور اتوماتیکی 66 عددش رو بیرون کنید، چون که این 66 عدد به کارخانه کارگاه دوزندگی تعلق دارد. کارگاه دوزندگی دروغ. فهمیده نه؟ هر جایی که کارگاه دوزندگی گفتن دروغ است. نه ترسید مینیس کردن گرید. همین پای رئیس جمهور از استرافشان کنده شد، این کارگاه دوزندگی تمام نیست. درست؟ همین خیلی نگاه کنید. 255 جای کاری، این 66 هم ترک کنیم، تقریبا 189 190 جای کار میموند. در شهر استرافشانی که حدود 280 هزار اهالی دارد، هر سال 3.5-4 هزار خواننده مکتب را تمام میکند. در همین جا یکی از 190 جای کاری آفریدند. این 3.5-4 هزار نفر دیگر چیکار میکند؟ کجا رود؟ کوچیده برود. باید کوچیده برود. 3 میلیون داریم، به 3 میلیون اینها زم شدن میگیرد. 7-8 هزار از ناحیه باباجان غفوروف، 3.5-4 هزار از ناحیه استرافشان، از بوستان همین خیل. نگاه کنید. در 3 روز سفر پردبدبه و خبرساز رئیس جمهور به ولایت سوخت که هزارها نفر را برای پیشوازش برآوردند، دقت ده تماشابینان عزیز، در همین 3 روزه که
رئیس جمهور به ولایت سوخت سفر داشت. هزاران نفر را به پیشوازش برآوردند. 10 میلیون سومانی صرف شدگی است. 10 میلیون. این پول از کجا؟ از کیسه صاحبکاران. رئیس جمهور میبیاد، جناب عالی میبیاد. مگر شما سیاست جناب عالی را جانبداری نمیکنید؟ بیچاره چیزی گفته نمیتوند. یگان گپی نادرست داند جایش زندان میشود. از دل جگر کنده برآورده، از دهان بچه‌هایش برآورده میتید. حالا ببینید همین صاحبکار تاجیکستان برای در یک روز تقریبا 15-20 دلار یا که 400-500 سومانی 100-200 سومانی درآمد کردن چقدر خون جگر میخورد. همین به بازارها روید، همین لطه فروشان را ببینید، احوال همین ها را ببینید. حالا در صفحه فیسبوک معلمه به فکرم مسعوده عقیلوه اگر خطا نکنم گفتن که یک بار بازار پنجشنبه روید، نفرانی که از وادی زرافشان آمده فروشندگی میکنند و یک چیز میفروشند و یک لقمه نان به دست میبرند، رفته بینید احوالشان را. جای خوابشان شب هاست همین سکه میکه های کوچه است. حتی به اجاره پول دادن دلشان نمیشود. انا بیزنسمن. شما از این بیزنسمن جناب عالی میبیاید تو سیاست جناب عالی را طرفدار نیستی میگفته پول میستونید. 10 میلیون باز هم 10 میلیون از بودجه صرف میکنید. راه ها را میبندید که جنابتان گذرد. همه مردم از کارش میمانند. یک روزی در راز مردم در تگ آفتاب تابستان ماهی اوگوست تابستان میدارد مردم رو، همه رو ماشینش رو توقف میکنونید، از کار بارش میمونونید. به این هم یک جای کار ندارد، بودگی جای کارش هم از کارش میمونونید. باز این هم ضرر. همین 10 میلیون صرف میکنید. جای کاری در تمام ولایت آفریده رئیس جمهور 329 تا. برای 329 نفر جای کاری آفریدگی تمام. عجب. نگاه کنید. خاور چی میگوت؟ 1500 سومانی معاش. واهمه. 1500 سومانی به این 329 نفر در یک سال تیه. در طول همین یک سال نه، یک سال نه، در 6 ماه 2,500,000 سومانی معاش میگیرند. 2,500,000 سومانی از ده یک حصه به همین سفر رئیس جمهور مصرف شدگی نه. خب ما همین جای کاری آفریدگی سرت خورد، مردم من به حال خودش. اقلا کیسیش نربا، اقلا کیسه ربایی نکن. 20-25 میلیون سومانی مردم خراب میکنی. جای کاری آفریدگیت 2 میلیون سومانی 6 ماه معاش گرفت تمام. بعد از 6 ماه باز چیکار میکنه؟ ببینید. حالا 10 میلیون سومانی گفتم. من از آسمان گپ نزده ایستادم. با ما از نوحه استرافشن خبر دادن که از بیگانه ها، از کوچه ها نه، از همون درون خودتون گفتن که مینیموم 10 میلیون سومانی جمع کردیم برای پیشوا. 10 میلیون سومانی جمع آوری کرده. رئیس جمهور پیشواز گرفتگی. نگاه کنید. حوض قاعده همین خیلی شدگی است که به حضور رئیس جمهور حتی افتتاحی
یک حاجتخانه عمومی اجازت نمی شود. صاحب کاری که کارخانه یا کارگاه ساخته است باید ماها انتظار شود که پیشوا با قیچیش بیاید و تشریف آورده این کارخانه را افتتاح کند. انا هم با در نظر داشته همین با اطمینان کامل میتوان گفت که در تمام کشور وضعیت جای کار آفری انا همین خیلی مسخره بازی است. وضعیت جای کار آفری انا همین خیلی است. تماشابینان عزیز، از این زیاد نیست. با این رفته این شلی که خدا گفتی ما اشتی ها رفته لنته میبرد، بعد از 2 ماهش به خرابزار تبدیل میابد اونجا. منه ناحیه مومن‌آباد میدان پرچم همین روز گزارش کرد رادیوی آزادی، همین که حالا 10 ماه نشده به خرابزار به پرتابگاه تبدیل شدگی است در ناحیه مومن‌آباد، جایی که رئیس جمهور افتتاح میکند. 10 ماه نشده، حالا 4 ماه نگذشته رادیو آزادی گزارش کرده بود که اینجا خراب شده، رفته ایستاده است، همه کوچیده رفته ایستاده است. بعد از اون مسئولین ناحیه گفتن که ما این کمبودی ها رو برطرف کردیم. من 10 ماه شد با کارمندان رادیو آزادی رفتن گزارش کردن، به نوار گرفتن، همه جا خرابزار، مصر، پرتابگاه، میلیون ها سومانی به او صرف شدگی است. میلیون ها سومانی جای مردانی پرچمی بلند و جای این یک کارخانه درست به راه مان جاش به اومدیم. حالا درباره کارگاه دوزندگی گپ میزنم، گفتم پایینتر جاش به اومدیم. برای چی کارگاه های دوزندگی در تاجیکستان کار کردن نمیتوانند؟ کارگاه دوزندگی آفریدن دروغ است و امروز کشاده شد فردایش بسته می شود یا بعد از یک هفتهش بسته می شود. میدونید برای چی؟ برای که این مخلوق خدا یا گرد اطراف شنگی ها صرفم نمی روند که کارگاه دوزندگی افتتاح کردن یعنی چی. برای کارگاه دوزندگی هم تو چقچقی خالی لازم نیست، به او متریال متا لازم است. نگاه کنید، ما متا رو هم از ازبکستان و از خطای میبریم، لباس تیار رو هم از ازبکستان و از خطای میبریم. درست است؟ از ازبکستان متا آوردی تو میدوزی، او با بالای متایش پول مونده، فایده مونده، بعد به تو میفروشد. درست می؟ تو او را آورده کار کرد تا میکنی که ازبکستان لباس تیار رو آورده به نمی نرخ تو مصرف میکردگی در بازارها پهن میکند. میبینی که کارخانه که با قیچی سرناک رئیس جمهور افتتاح شده بود به هیچ کار به هیچ درد نمیخورد. فراساتتون رو شمال خورد. همین من اقتصاد شناس نیستم، همین قدر چیز یک چیزی عادی یک از ازبکستان متا میخرید بعد میدوزید می، از خطای متا میخرید بعد میدوزید می. ها آخر حاضر بینید همین ازبکستان پخته تاجیکستان رو خریده ایستاده است. ازبکستان 3 میلیون تن پخته استحصال میکند، تاجیکستان همگی 400,000 تن. همین 400,000 تن رو هم کارکرد کردن نتوانسته، اقلا رشته کردن نتوانسته. مایلی متا اون طرفی است، رشته کردن نتوانسته با ازبکستان میفروشد. ازبکستان این رو میخرد متا کرده آورده یا که سر و لباس های ارزان نی پختگین کرده آورده با بازار تاجیکستان رو پر میکنند. چه خیلی فهمیده؟ در همین حالت گوجا نرود این مخلوق کارگاه دوزندگی میکشوید. کارگاه دوزندگی از سرت ماند. آخر کارگاه پخته برای چی کارکرد پخته در تاجیکستان نیست که این کارگاه های دوزندگی با نرخ دسترس متای پختگی به دست بیارند. دو با نرخ دسترس و رقابت پذیر
استحصالشان را به فروش گذارند. فهمیش در کجاست؟ انا برای همین هم شما 12 تا ماشین چوک دوزک خریدگی هستین، از این ناحیه به وی ناحیه گرفته میگردین. کجا رئیس جمهور رود 2 ساعت پیش از رئیس جمهور یا 2 روز پیش از رئیس جمهور یک بنا رو ارنده میگیرن، اینها برده با اونجا درستش میکنن، رئیس جمهور میباید افتتاح میکند، با گرفته میرن. کی رو فریب میکنید؟ همون مردم در همونجا دیده شده است که شما فریب کرده شدید. مگر همین فریب کردن مردم فکر میکنید که با همین حالت به شما باوری دارد؟ اکوچ مالش اینها کارگاهی دو زندگی کشود، کارگاهی صنعتی کشود، کارخانه صنعتی کشود، استحصالی کشود، وهمه. اما وقتی که خبرها رو گزارش ها رو میخونی یک مسخره های فاش میشود که به هیچ گفتار راست نمیبیاید. چخیل نگاه کنید. در 6 ماه سال 2022 تماشابینان عزیز جدی همتید، در 6 ماه سال 2022 در ولایت ختلان 43 کارگاه نفت تأسیس شده است. 43 شاید کارگاه که گفته شد شاید اکثرتش دوزندگی است. اینها هم سرش میخورد. اینها اناکنون در 6 ماه سال 2022 43 کارخانه نفت تأسیس شده است. اکثریت این کارگاه ها را رئیس جمهور با قیچی سرناکش افتتاح کردگی است، لنتش را بردگی است. در همین دوره، در همین 6 ماه سال 2022 43 کارخانه شدگی گفتم 49 کارخانه در ولایت از فعالیت ماندگی است. چخیل فهمیده؟ 43 کارخانه افتتاح می شود، 49 کارخانه از کار میموند. بر شماری برابری این افتتاح شدگی ها باز از حساب کارخانه های پیشتر با 6 کارخانه دیگر از کار ماندگی است. چه فهمیدید؟ گزارش من نه، این از خودی همین مسئولین گزارش دادگی هستند در نشست مطبوعاتشان. نگاه کنید این گپ رو که گفتگی است. حکیم زاده قربان سردار اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان گزارش داد. در 6 ماه 43 تا کارخانه شدیم، 49 تا از کار ماند. برای چی؟ برای چی از کار ماند؟ چی شد؟ چی میگون این کس؟ سبب اساسی از کار ماندن کارخانه ها به فروش نرفتن محصولات. گفتم که کجا به فروش میرود محصولاتت که تو هم پخته به ازبکستان میفروشی هم متو از ازبکستان میخری؟ چه خیلی میشه کن مفلس شوی؟ البته مفلس میشوی در این حالت. نبودن مبلغ گردان، یعنی برای گردش مبلغ نیست، همین خیلی است، از کار ماندگی است. همین حکیم زاده میگوید که بنابر از فعالیت باز ماندن کارگاه و کارخانه ها در ولایت ختلان 947 نفر جای کاریشان را از دست دادند. این مخلوق خدا در یک ولایت بزرگی سوخت که 60% کارخانه های صنعتی تاجیکستان در ولایت سوخت است و اقتصادات تاجیکستان 60% اقتصادات تاجیکستان را این ولایت میچرخاند. همگی چنده؟ 300 تا کارخانه رفته میکشاید. در عقبش 947 تا کارخانه 300 تا جای کار می آفرد در ولایت سوخت. در عقبش در ولایت ختلان 947 نفر جای کاری خود را از دست میتیند. چی خیلی فهمیدید؟ 3 برابر زیاد. همه این استراتژی های شما، مشاوران اقتصادی شما، سیاسی شما،
специалист های شما، متخصص های شما با کجایشان فکر میکنن؟ 300 تا جای کاری میآفرین، 900 کس از جای کارش محروم میشد. این چه خیلی سیاست است؟ این به چی برده میرسوند؟ به فرار مردم از بهشت. بهشت به دوزخ تبدیل داده ایستاده. همین خیلی از کارآفرینی گپ میزنید، از کارآفرینی گپ میزنید، از خدمت های شایان پیشوای ملت گپ میزنید. در برابر این حالا خبر شده ایستاده است که من از 16 اوگوست قطاره ها به راه میبرایند. از کلاب، از دوشنبه، از خوجند. قیمت بلیط هایم از 1500 سومانی تا 3000 سومانی. همه جا خبری پاییز به راه میبرآمده است. بازار میروی پاییز تشکیل شده است. کوچه میبروی پاییز تشکیل شده است. در یک جا خدایی میروی درباره تشکیل شدن پاییز. همه سراسر تاجیکستان درباره افتتاحی پاییز، به راه برآمدن پاییز گپ زده ایستادند. این پاییز بیچاره هر سکون بنده هفته همه این گپ کرده ایستادگی ها جا نمیشد به وی پاییز. اکو چی میشود؟ نرخ برداشتن میگیرن، آهسته به تن مردم شینونده غارت میکنن. مردم بوزش رو میفروشد، بزغلهش رو میفروشد، گوسپندش رو میفروشد، گوسالهش رو میفروشد، ماشینش رو میفروشد، خونهش رو میفروشد. همین که از همین ظالما خلاص شود، از همین تاجیکستان، همین بهشتی بدتر از دوزخ خلاص شود شد. یک کاری کرده برآمده از همینجا رود شد. مردم رو به همین خلاصه آورده رساندگی هستید. همین هم دولت داری شد، همین هم حکومت داری شد. کرفر او یک بار هم تو عادی نگاه کنید چیکار کرده ایستاده. رنگی بوزک نغمگر هیر داره تمام. از اینکه مردم اینقدر به سیاست کاردار نیست و شما را جزا نمیدهد و از شما مسئولیت شناسی طلب نمیکنه، شما سوء استفاده کرده ایستاده اید. جنایت نیست مگر؟ ما که از این جنایت های شما ساده کرده، عادی کرده گپ میزنیم. ما گناهگار، ما خائن، ما وطن فروش. شما چی؟ از دست من که یک هموطنم فریب نخورده است، ضرر ندیده است، ظلم ندیده است، از شما چی؟ میلیون ها میلیون ملت ضرر میبیند. تا از کودک گهواره تا پای جنازه از شما ظلم میبیند. شما وطن فروش نیستید، شما خائن نیستید. کی هستید؟ حالا ببینید نرخ سمالیات، نرخ هواپیما 5-6 هزار سومانی. در همین حالت 76% ورود مهاجران تاجیک به روسیه افزایش یافتگی 76%. حالا این پاییزهای 1500 تا 3000 سومانه به راه برای چخیل می شود. مردمی که 6000 پول یافته نمیتونست، 5000 پول یافته نمیتونست، ولی 5-6 هزار بلیط ها 1000-2000 با شبکه دارد به میان رفت ها. این خیلی پول های یافته نمیتونست و 1500 داشت، 1700-1800 داشت که پولش به بلیط پاییز میرسد. زده و رفتن میگیرد. چی میشه عاقبت این؟ 76% افزایش یافته است.
500% به میرسد. نگاه کنید، طبق اطلاع مقامات روسیه در 3 ماه اولی همین سال 416 میلیون، یعنی 4 میلیون و 160 هزار نفر شهروندان خارجی در محل بود باش، یعنی در روسیه خود را به قید گذاشتگی‌اند. از این 3 میلیون و 120 هزار نفرشان مقصد به روسیه رفتنشان را کار نوشتگی‌اند، ربوته میگراسیونی کارت هست که در اونجا مهمانی هست، طبابت هست، هم به طور مثال جای یعنی کار هست دیگر و هاکذا، یا چسنی هست در همونجا جای، یعنی به کار آمدن گفتگی هستند. 3 میلیون و 120 هزار نفر. اکنون شما نگاه کنید، این نشان دهنده رکوردی 3 ماهه، یعنی نشان دهنده رکوردی در مدت تمام دوره دسترسی آمار از سال 2017 می باشد. پاندمی مندمی وجود ندارد اینجا، گپی کرونا ویروس وجود ندارد. ما در از سال 2017 گپ زده شدیم. نگاه کنید، از این شمار 1 میلیون و 52 هزار نفر یا 35% این مهاجران را شهروندان تاجیکستان تشکیل می دهند. 1 میلیون و 52 هزار نفر. فهمیده شدید؟ نگوید که کرونا ویروس بود، این خیلی بود، اکنون زیاد شد. مقایسه با سال 2017 شده است. موی سری آدم، موی بدنی آدم میخیزد، مرغکی بدنی آدم میدمد از این آمارها. لیکن شما پروا ندارید، 1 گرم پروا ندارید. اکنون یک چیزی دیگر اینجا هست. کسایی که میخواهید در برنامه در این باره فکر و اندیشه های خودتان را گویید، آمادگیتون را بینید، بسم الله گفته به استودیو وارد شده انتظار شدن گیرید. من 5-10 دقیقه دیگر انشالله صحبتم را به آخر میرسونم. علاقه قریب 1 ساعت شد که گم بزنم. بعد از آن با هم صحبت میکنیم. من رقم واتساپ را اینجا میمونم، با واتساپ هم میتونید زنگ زنید و میتونید توسط لینک استریمیارد که در پایان نوار گذاشته شده است یا در چت یوتیوب گذاشته شده است، در سرگاهی چت یوتیوب گذاشته شده است، میتونید از او استفاده کرده وارد شوید. من همگی 5 یا 10 دقیقه دیگر صحبت میکنم و بعد باز با شما هم صحبت میکنیم. خواهش میکنم همین 5-10 دقیقه آمادگی خودتون رو بینید، به استودیو وارد شدن گیرید، انشالله که با هم صحبت میکنیم. نگاه کنید، گفتیم که 1 میلیون و 52 هزار نفر کار آمدن گفتن. اما شما تصور کنید که من چست می نویسدگی پر است در اونجا. حالا در همین شرایط های کرونا ویروس رفتگی ها یگانتش کار نویسدگی نیست. اگر کار می نویس نمیموند. تبابت نویس، چست نویسته، تبابت نویسته رفتگی است. امروز ها هم مثلا گریم برای مهمانی رفتگیش هست، یعنی برای تبابت رفتگیش هست و هاکذای دیگر کار نویسدگی نیست. این خیلی هم 100,000 200,000 300,000 بودگیست به این زم می شود. این حالی به حساب گرفتگی نیست. مثلا یک نفر، یک مردک در رسه کار میکند، اویلش فریاد میکند، اونها با کار نمیبیان، چست نمیبیان. بچه هایش مثلا گریم 3-4 بچه دارد، کودک دارد، اونها کار نمی نویسد که. همینت یک بار کلتون جو کنید، یک نفر کارگر دارد، اگر
زنش هم کار کند، فرض کردیم 2 نفر کارگر، اگر 4 بچه داشته باشد 4 خورنده، اونها کار کردن ممکن نیست به اونها. میگراسیون کارتی اونها کار گفته شدگی نیست. با این 1,052,000 نفر اون 3-4 بچه نمیدراید. اگر نیمی از این 1,052,000 نفر اویله با اویلهش کوچه رفتگی باشد، تصور کنید. نه همه اینها زنش کار میکند، با کودکانش نگاه میکند، 3-4 بچه دارد. نه به 3-4 ضرب زنیم چقدر میشود؟ تاجیکستان نیست ادا. اوی همین خبر به شما یک پشه از بیخ گوشتان غینگ کره گذشتگی بر این تاثیر میکند یا نه؟ پوستتان از پوست خرغفس تاجیکستان رو از بین برده ایستادید. شما خائن نیستید که خائن است. یک مثال کوچک هستین، یک حساب الیمنتری است. به این حتی متماتیک لازم نیست. یک چیزی دیگر، حالا به همین آمار و حساب کتاب لازم نیست. یک به کوچه دهاتی تاجیکستان یک بار گذارید، یک بار گذر کنید، چی گپ؟ 70% خونه ها محکم درش کلف زده شدگی. کجا هند اینها؟ کجایند اینها؟ کجا شدن اینها؟ کجا رفتگی هستند اینها؟ این درهای محکم صاحبش کی است؟ در کجا است؟ همین قدر بس است که دانسته شود هیچ نه 50-60% تاجیکستان الکی رو به مهاجرت آوردگی، رو به هجرت آوردگی، از بهشتی بدتر از دوزخ فرار کرده ایستادن مردم. کارگاهی دوزندگی، کارگاهی دوزندگی. شرمنده ها. اکنون نگاه کنید، تصور کنید که حالا این پاییز کشوده شد، من به اوفر ریس کشوده میشد گفتند، ریس های هواپیمایی زیاد میشد گفتند. حالا روسیه از تاجیکستان، از ازبکستان، از قرقیزستان طلب کرده ایستاده است که ریس های زیاد کنیم. گفته تاجیکستان زیاد کرد، ازبکستان زیاد کرد، خب با قرقیزستان قدر مناسبتمون نقضه. مردم گذشتن از ازبکستان پرواز کردن، از تاجیکستان پرواز کردن، قطارها به راه درآمد. چی میشود؟ فکر کرده ایستادید می یا نمی؟ شما باقی حکومت داری میکنید. یعنی همین نامرد باشم، زنده باشم، رود رفتن گیرد، پرتافته بر رفتگیش از من می خیستید که خوبید. تماشاگران عزیز، من همینجا چیزی که گفتنی بودم تمام کردم. انشالله کوشش میکنیم در یک برنامه علاهیده با جلب کارشناسان در این باره صحبت کنیم، چون که این یک فاجعه بزرگ است. یک فاجعه بی‌نهایت بزرگی است که هیچ کس پروا ندارد. همه یکته به یکته خسته برآمده رفته ایستاده است. وطنم 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 گفته عاقب نگران. حالا خب محمد تقوی‌زاده وارد شدن. بفرمایید برادر عزیز. ما سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه صده دکه شفقت جان. تشکر به شما. زنده باشید برادر عزیز. خیلی گپای بهترین گفتید. نکه افسوس که اینو با تاثیر نمیکنه دکه جان. حاضر این حکومت ما جنگ اعلان کردگی است برای تاجیکا. تمام مردم کشور ترک دارن. با خدا خیلی بدبختی است دکه شفقت جان. بله.
واقعا بدبختی است. اینا اگر توجیگ می بودن و یک آبرو می داشتن این احوال و ما نمیدیدیم، این احوال ما گرفتار نمیشدیم. اکا درست است. اون نرخ بلیط های گرفتن برداشتن، اینا من نمیدونم کی سیر میشده باشن، هیچ من نمیفهمم. اکا به همین خاطر مردم شریف تاجیک، شما از دوزخ با دوزخ دیگرانگی برفته ایستادین که اینا فراموش نکنن که خیلی به خدا وضعیت روسیه بیزه می شود. بازی تمام تانک و توباشان تطپید دارن اوکراینسا. من می ترسم که اونجا بسیار تاجیک هلاک می شود به خدا. اگر همون تاجیکستان به خدا گفتم میشتین یک برده نام به قناعت کرده، همین ظالما به خلاص میشدیم. خیلی دولتی کلام بود. می رفتتون همون همه پیرو کمپیرو زن و فرزند و کودکای گرفته می رفتم، با من خرسند میشدم. آنها کی به پرتفت مونده رفتستون شما؟ به همین خاطر اکای شوکت جان وقتی مردم نمیگیرم، من رحمانوف من نمیدونم کی سر میشد، گفتنی هم که دنیا را به کام خود بری ناصری، از پشت پول مردم میلیونری. باره تو بخشش که فراموش کردم همین اکای شوکت جان، انشالله چی شود بمگویم. مردم تاجیک بروین صحبت کنه. به خدا این بدبختی ها با خیلی من همون گپی دهنم از دهنم رفت، فراموش کردم. شیره یافته بیاد که نشد. بهترین بود. از من کیف کردم همین دو مصری اولش کردی. دنیا را به کام خود بری ناصری، از پشت پول مردم میلیونری. باره با یادی باره با یادی بیغمت مردن آر، به یک درم و دینار از عالم میری. بله. اینقدر پول جمع کردین، اینقدر پول غارت کردین، فردا به یک نسکی دریدگی میروین. امام علی رحمانوف به الله قسم اون پولی که تو داری این مردم فرار دارن، جای کار به تامین میکردی، سربلندانه همین دنیا و آخرت هم ترک میکردی. خیلی به خدا آخرتت بزیبای رحمانوف. به خدا فراموش نکن اکاد مرد رفت یک تنگه نبرد، ولی کانتینرش گم کافته گشت. میگن تلی خوش کجا گور کرده باشه. گفتا تو هم به یگان تنگه میروی، این مردم تا حالا کم فرصت داری برگردم. به خدا اگر شرمندگی این مردم بیچاره کجا رفتن؟ کافلانبای هم اونجا به خیانت دارد اکای شفقت جان که هزار جای کار داریم. گفته این مردم فرار دارن، تمام جهان در جهان ما رو شرمنده کردن اینا. این دوری هاشم کتی. بله واقعا. من گپ تمام میکنم اکای شفقت جان. خدا نگهبانتان در امان الله. تشکر زیاد برادر عزیز. تماشابینان عزیز، در نوار رقمی را که میبینید رقمی واتساپ است. میتوانید به همین رقم زنگ زنید. کسانی که فرصت زنگ پیوست شدن به استودیو رو ندارید، میتوانید به همین رقمی که در همین جا نشان داده شده است به همین زنگ زنید. این رقم رقمی واتساپ است. میتوانید به این زنگ زده شما سخن خودتون رو به طور مستقیم ابراز نمایید. کسانی که فرصت دارید که توسط لینک استریمیارد وارد شوید، من اینجا در چت یوتیوب گذاشته شده است. در بالا ببینید در چت یوتیوب ما لینک رو موندگی هستیم، از اونجا میتونید استفاده کنید. همچنین در اپیسانی یوتیوب، فیسبوک لینک استریمیارد گذاشته شده است. در تلفن موبایلتون برابر انگشت زدن شما میتونید توسط لینک استریمیارد وارد استودیو شوید. حالا نگاه کنید تماشابینان عزیز، من تا وارد شدن دیگران
صحبت میکنم. گفتنی هایم خیلی زیاد است. تاجیکستان، من در همین گشت و گذار، در همین مسافرت، خصوصا همین 7 سال آخری که در یک چند کشور دنیا بودم، دیدم که اگر در رأس یک حکومت انسان‌های عاقل نشستگی باشند، اگر برای مردم از یک جای نبودگی جای کار می‌آفرند، جای درآمد می‌آفرند، جای کار می‌آفرند، جای درآمد می‌آفرند. حالا ببینید در ترکیه اکثریت بناهای استقامتی شهر در پایانش در همون -1، یعنی در یکم قبط، یعنی در زیرکن میگیم، چی میگیم، کارگاه های استحصالی، کارخانه های استحصالی موجودن. یعنی مردم از همین بینای استقامتی خودش دورتر نرفته در همونجا جای کار مییابد. یکیش گریبانی پالتو میدوزد، یکیش آستین پالتو میدوزد، یکیش توگمه میدوزد. همین خیلی چندین کارخانه با هم مشارکت دارند و میرود در یک کارخانه آخرگی همون یک پالتو دوخته میشود. برای آن که یک کارگر از کیلومترهای دور به کار نبیاید، در همون جای خودش گریبانی پالتو میدوزد. هم اینقدر جای کلان برای یک کارخانه پالتو دوزی لازم نیست. در همونجا کارگر پول مصرف نمی کند برای راهکرو. این هم دولت حساب کردگی است. یعنی برای تو از تنوفکر رفتن در راه وقتش رو گذراندن وقت صرف نمی کند، این هم پول میزد. این رو هم دولت حساب کتاب کردگی است. یک ماشین میبیاید گریبان ها رو میگیرد، به اونش برده میتید، اونش به تنی پالتو میچسباند، اونش به برده میتید، اونش آستین ها رو میچسباند. یک ماشین به جای آن که تمام مردم از گرد و اطراف از دورها سرسان شوند، به این اسپیشالیست لازم نیست. برای مردم جای کار آفریده شده است. حالا برادر عبدالله وارد شدن، ایشان را خوش آمدید به برنامه میگم. بفرمایید برادر عزیز، بعد از اون من صحبتم را دوام میتیم اگر فرصت شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، البته موضوعی که امروز گذاشتید البته موضوعی خیلی غمگین آور است، برای آنکه کلا در حقیقت نه اینکه آخرهای سال بلکه طول 30 سال حکومت رحمانوف مردم تاجیکستان از تاجیکستان را ترک میکنند و به روسیه و به دیگر منطقه ها هجرت میکنند، از سببی که کمی در اونجا پول کار کرده عائله‌شان رو بخورانند یا که خانه سازند و دیگر معماهای اقتصادی اجتماعی اونها مجبور میکند که تاجیکستان را ترک کنند. البته بعضی نفرها گفتنش ممکن است که در همه مملکت ها هست. البته این چیز اگر که گوییم که دیگر نفر هم بالای حکومت بیاید، البته مردم هم وقت میخواهند که در یک جای دیگر روند یا که معاش خوبتر گیرند. به بعضی مردم گوییم که وقتی که معاش $1000 هم اگر که یک حکومتی نو شود $1000 هم معاش دهد، برای بعضی نفرها این $1000 کم میشد یا که $5000 کم به بعضی نفرها کم میشد. اونها در دیگر جا اگر که زیادتر مبلغ دهند به اونجا میروند. این طبیعی است. لیکن آن معاش هایی که در تاجیکستان هست و اون معاش ها مردم تاجیکستان زندگی کرده نمیتواند. حتی که آن معاش هایی که پستی که هست نه اینکه مردم عادی رو بلکه وزارت ها بخشش زنگ تلفنی شد، حتی کارگران وزارت های عدلیه گویم، امنیت گویم و وزارت کارهای داخله گویم یا که سود یا که حتی که کارگران تیپ گویم، معلمان گویم، همه هاشان رو مجبور میکند که پاره گیرند. این سال که سال دانش، سال خواندن یا که آغاز نشده است، چندین رکتورها یا که پرالکتورها رو دستگیر کردن. با چی؟ با اونها گویا که طلبه های ازبکستان خواستن که وارد همون دانشگاه های عالی تاجیکستان وارد کنند، از برای همین چند هزار سامانی پول گرفتند. یا که گویم که دانشگاه طبی
ректораш رو دستگیر کردن یا کدام نفر رو دستگیر کردن که او خواست است که کدام نفر به همون دانشگاه وارد کند. از برای همین این سبب چی است؟ معما در نظام است که امروز مردمی نه اینکه عادی را حتی کارمندان همون دولت که به این با همون رحمانوف چیکار میکنن، یک جایه بالای مردم ظلم میکنن، حتی آنها رو مجبور میکند که چیکار کنن، پاره گیرن. چقدر که شما گفتید که بسیاری مردم امروز به تاجیکستان، از تاجیکستان به روسیه میرود، حتی که همون هواپیما گویم یا که اون قطارهایی که از تاجیکستان میرود امروز در رادیوی تلویزیونی تاجیکستان چیکار کرده می شود، رکلام کرده می شود. یک چیز است که کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال جمهوری تاجیکستان چقدر که در ماه همین اوگوست به نظرم اگه خطا نکنم چیزای دوم رادیو آزادی نشر کرد، در اونجا میگوید که در 5 سال اخیر کشورهای اتحادیه اروپا و با اقتصاد جمهوری تاجیکستان 700 میلیون دلار چیکار کردن، سرمایه گذاری کردن در 5 سال اخیر. اکنون شما حاضر چقدر که در برنامه گفتید تقریبا 3 میلیون یا که 4 میلیون مهاجر تاجیک ثبت شده است. همین خیلی معنی نمیدونم، لیکن اگر که گویم که 3 میلیون نفر مردم جمهوری تاجیکستان امروز در روسیه کار میکند، گویم که 1 میلیونش کودک است، دیگر است، خوب 3 میلیون کار کرد. گویم از همه کم در یک ماه اگر که 500 دلار به تاجیکستان فرستاد، اونها 1 میلیارد و 500 میلیون در یک ماه به بودجه کشور چی میکنند؟ سرمایه میگذارند. میفهمید؟ او دولت‌های گویم که کشورهای اتحادیه اروپا در 5 سال 700 میلیون وارد کشور چی کردن؟ سرمایه گذاری کردن. لیکن 3 میلیون مردم تاجیکستان اگر که 500 دلاری در اما با تاجیکستان دلار شده است و حساب میونه 350 دلار. اما همونطور که گویم که اگر که همین قدر باشد، مثلا که 350,000 بله تقریبا اگر که همین طور اگر که چی باشد، خیلی نه اینکه در روسیه بلکه در اروپا هم خیلی تاجیک‌ها زیاد هستند اینجا کار میکنن، معاشایی که 1000 2000 تا 3000 دلار به تاجیکستان وارد میکنند. گویم که در دولت چین هم هستند، استرالیا و دیگر منطقه ها خیلی مردم تاجیکستان زیاد هستند، در مهاجرت هستند. از برای همین واردات از پول مهاجران به تاجیکستان خیلی پول بزرگ واردات می شود. میفهمید؟ از برای همین در داخل تاجیکستان باید که سودا شود. اون حاکمانی که در امروز در حکومت هستند، خیلی که رئیس جمهور گفت وقتی که نو پرزیدنت شد یا که نو رئیس شد، حتی که چی نداشت، کاستوم و بروک نداشت یا که گالستوک نداشت. امروز او بیچاره‌ای که کاستوم نداشت، گالستوک نداشت، امروز سمالیات‌هایی که شخصی سمالیات‌ها دارد، همین خانه ها دارد، چندین میلیارد میلیون در بانک ها پول دارد. اونها از کجا آمدن؟ اگر ندزدیده باشه معاش یک ساله رئیس جمهوری هیچ کدام یگان نفر نمیداند. اگر که با معاش اگر که داشته باشد، ممکن که به یک خانه که امروز قصر دارد به همون بسنده است که گویم که در 30 سال به یک قصر کار کرد. لیکن امروز کلی بایگری این مردم، بایگری این ملت در دست کی است؟ در دست یک عائله است و اون نفرهایی که امروز این عائله رو دستگیری میکند. بله. از برای همین این رژیم و اون نفرهایی که با همین رژیم گویم که طرفدار هستند، میخواهند که این مردم تاجیکستان رو چیکار کنن؟ غلام کنن. همین خیلی که برادر گفت که امروز روسیه میخواهد، حتی شما هم گفتید که روسیه خیلی افسراش یا که عسکراش خیلی کشته شدند. امروز حتی که ویدیوها میبرد که ازبک ها جمع شدند، همون نماینده های ازبک ها میگویند که بیایید که یک گروه تشکیل کنیم و او گروه رو نامش رو همون پولک امیر تیمور گذاریم که رود به خاک اوکراین، با اوکراینسا جنگد. فردا که ممکن یگان نفر پیدا می شود از همون طرفداران روسیه، یک پول تشکیل میکنن در روسیه، اون نامش اسماعیل سامانی میمانند که مردم تاجیک برند در اونجا چیکار کنن؟ با جنگی که به ما علاقه دار نیست، به اونجا برند و عاقبت مردم نابود کنند.
حالا اینکه این پاسپورت روسیه یا که اون 50,000 100,000 حتی که در واتساپ ها امروز بر اومده ایستاده است که در بعضی گروه ها تشویقات زیاد است که 100,000 معاش میدیم، میروید ما شما را میآموزیم چی کردن با یراق، چه خیلی استفاده بردن را میآموزیم، بعدین شما کجا میروید؟ آره خانه میدیم، پاسپورت میدیم، شما میرید به خاک اوکراین جنگیدن. از برای همین روسیه به این چیز مجبور شده است حاضر. البته از برای همین بسیار مردمی تاجیکستان آنهایی که امروز در خاک روسیه برای زندگیشون خوبتر کردن آمده هستند، بهترش که یک بردنان گویم که به یگان معما، نه اینکه شما آرزوی یک چیزی میکنید که در ما یک مثل است که بچه در سفر نامش مظفر از همون نشود. حالا که پول نگرفتین میرین خاک اوکراین کشته میشوین، نه پول میآید، فقط همون اگر که مرده شما رو، جسد مرده شما رو اگر که به تاجیکستان فرستن او میرود، اگر که نفرستن در همون خاک اوکراین میماند. از برای همین این سیاست حکومت است، این دشمنان این ملت است. مردم مسلمان تاجیکستان میخواهد که مردم مسلمان تاجیکستان را غلام کند. از برای همین در همه نهادهای جمهوری تاجیکستان چی هست؟ پاره‌گیری هست و پاره‌گیری در سطح بلند است. این چی را نشان میدهد که در حکومت خودی حکومتدار لایق این حکومت نیست، بلکه یک نوبکار بودنش را و این مسئولیت آن نفر نبودنش را نشان میدهد که آن نفرهایی که باید که همون قانون باطلی که امروز در تاجیکستان است اون رعایت کنن، حمایت کنن، اونها چیکار میکنن؟ پایمال میکنن. لیکن یک بیچاره کمبغل اون قانون پایمال کند، در را میگیرن، دستگیر میکنن، جزا میدین و حتی که بعضی از گویم که ظلم هاشون خلاص نمیشود. خیلی که به نزدیکی با یک نفر صحبت کرده بودم در روسیه، در همون روسیه چیکار میکند؟ خانه میسازد و میفروشد. بعد به اون نفر گفتم که اینقدر تجربه خانه سازی داری، خانه های بلند آشانه نمیری در تاجیکستان این کار رو انجام نمیدی؟ بعد خنده کرد، گفت من حالی به جانم سیر نشدم، اینقدر پولی که جمع کردم با عذاب با مشقت میروم، ممکن که 1 سال 2 سال به من اجازه دهند که من کار کنم، بعد این کلی سرمایه مرا میکشن میگیرن. لیکن یک چیزی است که عجیب است که من گفتم با کی کار میکنی؟ چی؟ گفت با یک روس. گفت کلی پولهای مرا او روس اداره میکند و من کار پیش میبرم با هر دو ما چخلی که میگن کمپانیان شریکی کار میکنیم. امروز یک تاجیک میآید خاک روسیه با یک روسی که کافر از غیر دین است با او شریک می شود و روسیه را آباد می کند. لیکن با اون تاجیکانی که در تاجیکستان هستند، یک ملت هستیم، گویم یک دین هستیم، فرزند یک پدر و مادر هستیم، با اونها باور ندارد. برای چی؟ برای اون که آن ظلم هایی که آن نفرهایی که به تاجیکستان خدمت کردند، آن نفرها را این رژیم چیکار کرد؟ نابود کرد. از برای همین هر نفرهایی که امروز در مقامات های قدرتی هستند، برای شما خالبش را باید چی باشد؟ یا که اون گنرالی که بود حاجی حلیم، برای شما عبرت باشد که هر نفری که خدمت کرد به رحمانوف عاقبتش وای است. برای چی بود غفار سیدا بود، بود دیگر نفرهایی که البته که رحمانوف به قدرت آورد، رحمانوف حفظ کرد، حمایت کرد، امروز چی بعضیشان در زندان هستند، بعضیشان کشته شدند. از برای همین روز میشود که شما را هم چیکار میکند؟ داخل یا که زندان میکند یا که میکشد. زنده باشید. سلام باشید. سلمان عبدالوهاب بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از در تاجیکستان آدم جوان موندگی نیست. خانه کدام میداره خالی. خانه یک مرد در آمدم 7 پسر دارد، یگان کس نیست. یک کمپیر یک مسافید نیست دادم. تاجیکانی بچه داری بی بچه. بچه داری بی بچه. زنده جدای و زنده یتیم. هم تقری با این یک دیوم
انا یک مولوی بود توجیکو بود اگر گذشت به غربی گذشتگی بود 1 سال شد دوملا حکمتلامی شنیدگیدی بله. من پسرای من فرار کرده ایستن ازبکستان کوچ بستگی بسیار بد است. بسیار بد است. وقت شما را نمیگیرم. نباشید. تشکر زیاد برادر. حاجی بفرمایید. حاجی بفرمایید. هستید؟ عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادری یک دقیقه عبدالله، برادری که از واتساپ ویدیوی زنگ زدید و نوار ما رو به من نشان داده شدید، خواهش میکنم این کارو نکنید. اگر گپ میزنید من به شما نوبت میدم حضور عبدالله گپش رو تمام کند، اما خواهش میکنم این ویدیو نوارتون رو کشید. اگر از تاجیکستان با رقم تاجیکستان زنگ زده شده، اگر یگان کارمند امنیتی یا کارمند حکومتی نباشید و از کابینت زنگ نزده شده باشید یا پولی به در میان نباشد، این کارو نمیکنید، چون که این ویدیو نشان داده شدن تعریف مصرف میکند. برای همین خواهش میکنم من اینجا با ویدیو زنگ زده شدن همون نوار ما رو نشان داده شدن. چه ضابطان کرده است؟ به شما چی نمیرسه؟ من اینجا چی دارم؟ تکنیک دارم که صدای شما رو کشته میمونم، نوارتون رو کشته میمونم تا اینکه نوبتتون رسد. شکر میکنم این نوار شما رو. بفرمایید عبدالله. سلام میخوام و تمام مسلمان های تاجیکستان میرسانم. در مسئله همی اجرت چطور نکه برنامه‌تون. بله. برادرها مقصد مردم تا که ما اجرت میکنیم؟ نه اجرت میکنیم میریم غلامی میشیم. غلام حدن بعضی زن، بعضی برادرها زنشون نمیبرن، فرزنداشون نه که مادرامون در هم تاجیکستان های خواهرامون اپامون و ناموسی ما هم اما خیلی است که شوقم. بله. خیلی همه میدونن وضعیتی روسیه هم که بعد چی دیسته. همه باید مسلمان ها وقت زیرک باشه. برادرای تاجیک همه وقت با ما زیرک باشیم، مثل 41-45 مو نکنن دیگه. فهم ممکنه نبا برامون. دشمن اساسی ما روسیه های. دشمن اساسی ما روسیه های. پوتین های هم ممالی های. و یا پیشنیاد دارم که شفقت شما که از شما خواهش میکنم همه شما چه گروه شما باشه چه گروه بسیار باشه که محمد اقبال باشه مویدین همیره یک گروه دا تشکیل کنیم نکجان فقط مشورت کنیم. مشورت خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه مشورت کردن که دشمن حمله کرد و چیکار کنیم دیگه. بحث یک جان من ببرم بگم خوین ملت امام علی استعفا ایش ببره امام علی استعفا والله قسم اکای نمیشه و گپ قطیره گپ قطی نمیشه و کایره. همه خواهش میکنم همه مبارزه خواهش میکنم از برای الله خیلی ببرین در یک مجلس نه در منبر در همین برنامه بیاین بشینه از صحبت مشورت کنیم. مقصد ما میبرم فکر ما میگم یا که اکادا معقول میشه فکری ما که قاتل مشورت کنیم قاتل نیست کنیم بای گپ مون دیگه نمیشه واقعا بای گفته تو چنده که ما زیاد گپ دستیم این قاتل اما کشتار زیاد کشته اما زندانی را زیاد کشته. برای چی؟ برای که میگه اما کشته است که ایسا قدرت نرم قدرت عیدست نتن. برای چی؟ برای که گناهکار اساسی های قاتل رحمان قاتل های. از شما خواهش میکنم مردم تا که ما اجرات میکنیم تا که مقصد زن فرزند ناموس ما
اپا خوبرای ما با کیرا میبونیم شما ای ملت والله قسم امروز وقت داریم ما وقت داریم بیایا خیتای ریشش هم مستحکم کنه تمام دیگه ما چند وینای غلام میشیم خیتای بیا ریشش هم مستحکم کنه یک قبیله با در خیتای این مسلمان ها رو هم خیلی مرداشا پدر قطعی پیسه بودن زندان کن بسر یک خانواده یک چند هم زن هم دخترش هم کلنش این بدبختی خیتایی تجاوز کردن این قوم یعجوج ماجوج برادر قوم یعجوج ماجوج این بدبخت نگاه که با شما یک چیز هم میفهمونه مردم تاجیک تا وقتی که امی رحمان قطعی خیتای داده گریف نداشت زندانی نمیکرد ظلم کم بود کشتور نبود قتل نبود های وقتی که امی قتیل امی رحمان قطعی امو خیتای شهرنامه با زمین فروخ سویت فروخ بعد او بدبخت خیتای فرمانش داد که قتل که زندان که مرداره ندیدی مردای ما گنرالا پالکونیکا ملیساها این قدر میره و حمایتش میکنن با کشته سنشون مردو را بسیار کشته است با فرمانی که با فرمان یعنی خیتوی یک کلاغاوسی حرام کلی کشته است بسیار خوب تشکر جد برادر عزیز سلامت باشید تشکر باشید سلامت باشید برادر ابوبکر بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب هستید ناز هستید تشکر با شما بگیم برادر سلامت باشید وضعیت بینواد وزمین است برادر ما هم در مهاجرت هستیم لیکن برادرای اهل اسلام ما بینواد دور شدگی انچه خطاگاه ما همین است ما هم 2013 باز مهاجرت به کودک و عذاب بینوال عذاب سخت بله برادر عزیز من اول پیش از صحبت عبدالله درباره ترکیه گپ زدم در کشور اوستریا در اروپا تاجیکستان 93% زمینش جغرافیاش کوهسار است اوستریا 70% زمینش جغرافیاش کوهسار است لیکن وقتی که 70% کوهسار گفتیم مردم کوهستانی اند به همین مردم کوهستان طرز شرایط مهیا کرده شده است که در اینجا نه نفت هست نه گاز هست نه این طلا هست نه نقره‌ای که ما گفته ایستادیم اینها به مردم طرز شرایط مهیا کرده شده است که مردم به همین گاو گوساله همین مردم کوهستان با گاو گوساله‌اش یکی از بهترین کشورهای دنیا و در دنیا یکی از کشورهای آسایشته و زندگی مردم چی میگن استابیل نی و خدمات رسانی ها به درجه عالی با همین مردم کوهستان ساخته شده است با مال و کال با گاو و گوساله ساخته شده است میبینید در بالای کوه ها مردم خانه کرده است همین خیلی میبینید از همین بالای کوه فراماده ایستاده است با ماشین به همین مردم با مردم کوهستان شرایط ها مهیا شده است که در اینجا میبینید توریست خانه نمییابد در حالی که به اکثریت مردم تعلیم داده شده است یاد داده شده است که مردم خانه هایشان را به توریست ها پیشنهاد کنند همین شب روز دل خواهتان در همین اوستریا یک بار زده بینید به 100 لیره
در یک شب جا نمیابید در دوردستترین جاهای استرالیا. شما تصور کنید همین جاها رو مردم میدهد. مگر تاجیکستان جایهای تماشاباب ندارد؟ مگر مردم جلب کرده نمیشوند؟ نمیشود که مردم رو جلب کرد به سوهای توریسم. حالا ببینید این احمق ها ببخشید به هزارها حقارت شما سزاوار هستید. این احمق گفتن من به شما یک دعا بر این گپ است. نه فهمم قبول. شما نگاه کنید برادر عزیز که حتی همین ساحه توریسم میگویند به همین صرف هم نمی روند. رقیب های شما کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان قرقیزستان نیمی نرخ شما مردم کشانیده شده است. نیمی نرخ شما از روسیه به ازبکستان، از ازبکستان به روسیه، از قرقیزستان به روسیه، از روسیه به قرقیزستان مردم کشانده شده است. شما هواپیماهای شما به روسیه پر می رود نیم خالی گشته می بیاید. نمیتونید پر مردم گارنده گرفته باشند. برای چی؟ برای اینکه نرخ‌هایتان نسبت کشورهای همسایه قیمت است. شما توریست سیاح به کشور جلب کرده نمیتوانید که هم شرکت‌های هواپیمایی کار کنند، هم مردم به مردم این سیاح پول می‌برد، پول می‌درد به تاجیکستان سیاح. حالا ببینید شرایط امروزی روسیه این است که تمام دنیا تحریمش کرده است. حتی شهروندان روسیه به کشورهای اروپایی سفر کرده نتوانسته ایستادند برای دم گرفتن برای سیاحی. آلترناتیو کشورهای آسیای مرکزی مثلا گریم تاجیکستان است. میتونه تاجیکستان باشد. بهترین جایها دارد تاجیکستان. شما بلیط رو قیمت کردگی هستید به جای آنکه به تاجیکستان پرواز کند میتواند به ازبکستان پرواز کند، به قرقیزستان پرواز کند. چرا همین سمت آنها رو از ازبکستان به تاجیکستان گردانده نشود؟ میشود. شما نفسی بدتون شما یا اینکه کله قاقتان کله خشکتان رو شمال خورد به همین چیزها صرف هم نمی روید. به مردم سمینارها تشکیل کردن در کار، آموزش ها تشکیل کردن در کار است که مهمانداری در ناحیه ها تشکیل کردن لازم است. مکتب های مهمانداری ساحه توریسم در دهه ها تشکیل کردن در کار است. در ناحیه ها باید مکتب های مهمانداری باشد. عادی ترین که شهروند تاجیکستان باید مدنیت مهمانداری داشتگی باشد و چگونه مهمان قبول کردن، چگونه از مهمان پول کندن را باید داند. بله. وقتی که این عادی‌ترین چیزها است، عادی‌ترین چیزها است که از دستتون می‌باید به این حتی مبلغ صرف نمی‌کنید، بلکه مبلغ درآمد می‌کنید. چرا نمی‌کنید؟ همین ها رو می‌بیند آدم چیز می‌کنید که اینها فقط مقصدشون گدا کردن مردم، پراکنده کردن ملت، از بین بردن ملت است و تمام، دیگر هیچی نیست. یک چیزهای عادیه که از دست می‌باید. مگر در همین مرکزهای ناحیه مکتب‌های توریستی ساحه توریسم مهمانداری تشکیل کردن نمی‌شود؟ مردم کلان سال است، پیران سال است، فرق ندارد. یک آسان کرده با ویدیو یک پروژکتور میمونی درس میدهی ساحه توریسم رو. هر هفته یک بار بیاید، یک قند تشکیل کن، یک چای تشکیل کن، یک پول کافی تشکیل کن، یک دهن آش تشکیل کن، بیاید بخورد، یک مهمانداری رو یاد گرفته رود، مهمان خونه کشاید، دمگیرجا کشاید، تو میره به آشش رو میخوری. این برادر این خرسای خوگو یک نسکی برابر نمیتونه تاجیکستان با این سیخ و همش این فریب و نیرنگاشون میگین خرنای برابر است. وقتشون کم موندگی. نگین برادرای از این طرف میبینی فکر میکنی که همین اراده پیشرفت در همین حکومت وجود نداره. اراده پیشرفت، اراده ترقیات وجود ندارد. و میتونی از راههای بلندش، نه همین از آسان میشدگیش سر کن آخر. از آسان میشدگیش سر کن. همین مردم در کمک توی است. همین وظیفه توریست ها را جلب کردن به تاجیکستان
وظیفه شماست. من دیروز یک کارشناسای صحبتاشون خوندم، هم در پیام رسانه‌ای کردیم، بازنشرش کردیم. شرکت های بلیط فروشی روسی گفتن که تاجیکستان هم با نرخ قیمتش شرکت هواپیمایی سامان ایرش خصوصا در نظر داشتن، هم با نرخ قیمتش هم با صفت پست خدمت رسانیش توریست جلب کرده نمیتونند به تاجیکستان. اکثریت ریس ها برگشت خالی. اینا چیکار میکنن؟ دگار میکنن، استرداد میکنن، پول میکنن، چند برابر فقط استرداد شدگی ها میکشونن به تاجیکستان. شرمندگی برگشت ریس برگشت استرداد شده ها. شرم دارید، باور کنید شرم دارید. یکان گفتنی دارید برادر عزیز؟ بفرمایید. برادر گفتنی بسیار است، اما گفتنی هم که با برادران مهاجران احتیاط شویدان. در 100,000 پول به ایله بلاب نرویدان. پدر و مادراتان، فرزنداتان خدا خواهد با نقض میشد وطن ما با هم ما برمیگردیم. من یکن همون وطن فروخته است که مهاجرت به زنده باشد. تشکر جد برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. از واتساپ کسی که زنگ زدید بفرمایید. الو. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقا جان برنامه‌تون رو گوش کردیم، خیلی گوش کردیم. خانه بهترین. زنده باشید. خانه بهترین. آخه آقا جان میگن که یک مهمانخانه بسازه، یک چی بسازه، اون مهمانخانه را بسوم مبلغ در مهمانخانه را اسقاط کنه، کیسه‌اش به پول میمونه. نمیبره آخه. نه برادر عزیز، همین مهمانخانه هایی که در اروپا هستند از همون سنگ مرمر و از زر و زیور ساختگی نیستند. همین عادی، همین خانه های عادی ما، همین خانه های پدر مادری ما چه خیلی است یک عادی، انا همین خیلی است. تمام یک شرایط عمومی مهیا کردگی است. تمام. فهمیدم آقا جان، گپ درست است. وای پول مصرف نمی کند بلکه پول کار میکند برادر عزیز. من گفته شدم که به مردم فرهنگ مهمانداری آموزانیدن لازم است و چگونه از مهمان پول کندن را آموزانیدن لازم است. ما بیشتر مدنیت ما در تاجیکستان به مهمان دادن است و از مهمان گرفتن نیست. لیکن این توریست هایی که میروند از همون مهمان های تردیسیونی ما فرق میکنن. اینها باید جدا کرد از همون مهمان های تردیسیونی من، از همون مهمان های معمولی من باید جدا کرد. از همون مهمان های سیله رحم، مثلا گریم تقای و امک و خیش و قرینداش میبیویند، خیش و اقربا میبیویند، از اونها فرق کردن در کار است. این مهمان هایی که میروند درست است، مثلا گریم باز هم برای جلبش جرغات به پول پیشنهاد میکنی، سحر قایماق به پول پیشنهاد میکنی، یا که سحر شیر به پول پیشنهاد میکنی و او را جلب میکنی که دیگه تو رو فراموش نکند. بار دیگر هم اگر به تاجیکستان رفت حتما به خانه تو برود و به تو پول تیاد برای شب خورافتنش. لیکن تو میتوانی باز هم بر علاوه خانه‌ات جرغاتت را به فروش مانی، قایماقت را به فروش مانی، روغن مسکت را به فروش مانی، قروتت را به فروش مانی. ها تو باز این را هم میتوانی، یعنی یک به مردم در خانه اش استاده این حکومت میتواند که با آموزانیدن، با تشکیل سمینارها به مردم می آموزاند که در خانه اش استاده بتواند درآمد گیرد، درآمد داشتگی باشد. یک خوراک پیشنهاد میکنی، خوراکت را به فروش میگذاری. یا اگه خیلی میکنه نه برای خیلی کنه، اگر که هم خیلی اجازه بده و هم خیلی کنه مردم نمیکنه، مردم یا در غریبی جان میکنه، مردم خانه به خانه میگرده، میگرده همه این اپیکی که
که همواره مبلغ حالا همین برادری عزیز همین فرهنگ مهمان دوستداری فرهنگ قبول مهمان در ما یکی هست شاید در تمام جهان به این حد نباشد. من باوری دارم که اگر تاجیکستان در این مسئله کار کند ما خیلی موفق میشویم. دوزندگی کارگاهی دوزندگی و دروغ نگو، کارگاهی دوزندگی نمیتوانی تو اینکه محصولات خام رو خودت آماده نکنی. کارگاهی دوزندگی محصولات خام لازم است که تو آنها کار کنند. از کجا؟ ما تو از ازبکستان از خطای میبیاری، حالا که ازبکستان خودش کارکرد دارد، کارکردی متا دارد و بازارهای تاجیکستان با محصولات ازبکستان پر است، ارزانتر از آنی که متای خام خریده می شود، با نرخ ارزانتر آنها علاکه کرته تیار، مایکه تیار، پختگین آورده در بازار پیشنهاد میکنن. شرم نمیدارید؟ کارگاهی دوزندگی گفته. همین محصولاتی تیار میگن، همین محصولاتی تیار ازبکستان، خیتای، قرغیز، قزاق، روسیه، امریکا، همین محصولات را اگه جو میکنن، واردات محصولات خودشون، محصولاتی چی به محصولاتی درون کشور ما را، زمین کشور ما را دیگه دولت استفاده میبره، محصولش دیگه دولت میبره، استحصال میکنه، ابرا نمیره داخل میفروشه. یعنی لندهور اینا، لندهور فریبگر. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سلامت باشید. ما رو قبول کنید، بفرمایید. ما رو قبول کنید. هستید؟ ما رو قبول کنید، گپ زنید. نفرانی که به استودیو وارد شده نمیتونید، انمی رقمی واتساپ است 48 739 564 719. میتوانید به واتساپ. صداتون خوب است، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب است، سلامت باشید. زنده باشید، بفرمایید. تماشاگران سلام علیکم. اوید همین گاستینیتسا و هاستلو خود یک کانتر موضوعتون کده همون گاستینیتسا هاستلو گفته کو همین خواستم یک چیزی اندیشه‌تون گفت زمان شدن گاستینیتسا هاستل که توریستو را جلب نمیکنن. ما کنکورنسیا نداریم اکا. اگر ما کنکورنسیا نداشتیم، اگر دولت حکومت به همین جلب میکرد مردم را، هر یک شخصیت خودش در مثال میداد همین شانس که هر یک کس میتونه خودش در هاستل کنه، برنامه خودش تشکیل کنه، هاستل کنه. مثلا هاستل گاستینیتسای کلون هم نه. من ازبکستان رفتم، در ازبکستان چند تا ایستادم، 2 هفته ایستادم، من پراست هاستل رفتم. красивый когда ми двухэтажный хостел در دوم этажش 8 در خونه، در پایانش 8 در خونه، یک نفر شخصیت همونجا از خود خونه همون خوشو کداگی чисто цивилизационный кадаги همین простой узбекский национальный хчо начасу неки доллар кати $25 як рӯзуш бидака доллар фақат $25 ва ҳамаш ҳами да аэропорту ва ёш часпондагӣ объявлениёш перечен самолёт медрӯ объявлениёш хостел чихели намуда чихе пастелни билё дора шахсан ҳамун шахсияти хонагӣ ҳамун шахсияте ки соҳиби хона аст ҳаваи худаш кор мекунад ва акаса бисёр хеле хостело бисёр буда яъни отел а хостел вообще зур да ман ҳамин дур омадам гуламадам шахсан ҳамун хона мега ман қатига савол ҷавоб кардам гуфтам сиз ишка бронҷа бор мисизм ха бахшиш ман ба ӯзбекӣ ба ман ӯзбекида гап мезанам ва ман қатӣ савол ҷавоб кардам ман гуфт саволиш додам ту ягонҷа коркунӣ намере гуфтам ягонҷа мега ман куҷорам кор кунам ман дар ватани худам мега дар як моҳ мега $4000 меонгад дар ватани худам мега ман гуфтам налог палогтон чӣ хеле мега камон налоги баланд надорем кли ҳамин следвона меспорем камактон тамом чиста би тиҷорати худмон ҳисоб мешавад навар кӯмак мекунад давлат ки мо бо фикр кунем дар ҷои худаш столови дора бо саҳар завтрак обед столови дора медроид чиста ҷои место посетителда узбекский национальный платья всякие анхе чизош омода гуфте ки языку савдо мекунад чизои национальный хичон узбекистон вообще мада маҳкул чи вообще грамотно кадаге
این یک فکر کنید این کنکورنسیا هم دولت باید شانس دادگی яка بسیار دولت ازبکستان همون پیش ما دور نیستیم از ازبکستان یک قدم راه می‌ریم روان تشکیل ببینن اندیجون ببینن بسیار هاستلای خوب داره بسیار توزا فکر کنید واسه من مثلا یک جوان را و یک هاستل میکنه اکا شفقت کو باور کن ایتوری سر میان زده میبرونم هاستل هم پارت خونه تا پارت میبرون میره اکا یک بینن کم ترک همین باوری رو ببینید شما یک نفر گپ زده شدید یعنی همین باوری رو به ملت دادگی هستن که هر کی فکری پیشرفت میکند فکری ترقیات میکند او سرکوب میشود در تاجیکستان انا یعنی انا برای همین مردم کوچ بسته ایستادن از تاجیکستان رفته ایستادن یعنی هر کی یک فکری پیشرفت میکند یگان چیز تشکیل کردن نمیخواهد یگان چیز تاسیس دادن نمیخواهد او از عاقبتش اندیشه میکند میگوید که عاقبتش همین است که من خانه سلات بشم بود نبودم رو دولت کشیده میگیرد یک بار پیشوا اومد گفته پول جمع کند یک وام تمام پشت پنجره زندان میشم پول جمعه دولت کشیده میگیرد تمام مردم به مردم همین باوری داده شدگی است حالا من باور دارم از این 1500 1600 نفری که ما رو تماشا کرده ایستاده است 100 200 نفر که حکومتی هست همینجا امنیتی هست همینجا از اپاراتی پرزیدنت هست همینجا ما رو تماشا کرده ایستاده صدقاتتان شوم همین یک چیزای عادی از شما یگان چیزی زیادتی طلب کرده نشده ایستاده است تنها همین است که شما یک به مردم شانس دهید به مردم شانس آدم بودن انسان بودنش رو حس کردن رو بدهید به مردم شانس بدهید که انسان بودنش رو احساس کند شما همه رو گرفتید به همین احوال انداختید همه رو گرفتید به همین احوال آورده رسوندید اکا شوکت درست قید کردید اما من در جان گفتنی هستم که اکا من در اینجا میبینم که خلاصه با این حکومت ما چند سال شد با گفته استیم گفته این گپای ما رو گوش نمیکنن اکا شوکت با داد توجه نمیکنن با پرابلم این مردم با مشکلات مردم چند این خلاصه اینا همه فقط دوزی و غارت کردن و مردم رو ظلم کردن و مردم یک فکر کنن که همه یک فکری من هست یک فکر کنن تو همین نون بیاین و بعد اینا با فروماده غلطن همین تو همین یک نون میمونه یک دبالند همه یک مورچک میبرن نون کم میگیره پایان میفره همو خشواده انم که جوانایی که حاضر است با این فکر اندیشه اینو اکا ترپیت کردن نمیتونن میبرن میگریزن میروان اکا فکر کنه من دیدم اون در شبکه اجتماعی میگم جوانا رو سوال میتونم بعد ختم مکتب کجا میری میگم میرم روسیه کار کنی بو میگم میرم طرفای دولت خارجه میگم چرا در تاجیکستان خودت کار نمیکنی او سوشیده جواب نمیتیم ما با جوانا دلگیر میشه جوانا میبینن که ما یا چه خونم فردا میبینم ما را ظلم میکنن فردا ما را خوینی وطن ما را میکشن تروریست میگن چی در کار میگم میرم دیگه دولت کار میکنم کاش صفا قدم میگردم اینو برنامه یکا همون سالی 91 92 را بردستیم تو حاضر اکا با فکرم من شخصیت من یک بار خطی همین رحمان و طرفدارش یک بحثی کلام کردم گفتم که ای برادر گفتم رحمان و مردم رفته بعد از نامزد کردگان نویسندگان رحمان و وای کردگان در انتخابات وبر کردگان نه رحمان و مردم باید غلام مردم باشه سر گشت باید هر شب و روز بخیزه برای هر یک محله هر یک پیش مردم را ای محله از دولت مثال از کلوب از بدخشان از همه جا اونجا باید مسئله زندگی اونجا را بفهمن نه که با ماشین بگرد 70 تا ماشین بگرد تلخو و اخرانیکوش کتی بگرد وقتی که تو همه گناه نداری یگان مردم نمیرسه تا اکا شفت من همین فکر میکنم وقتی که پرزیدنت صدقاً برای همه دولتش که کار کنه کی یگان چیش میگه که یگان کسی نه مثل در شما هم که خدمت کلیس همین جنوب شما یگان گفت میگه شما بیا در محلاتون خدمت کنه هم راهتون همین خدمتاتون کنه ده وقتی شما که انتخاب کردگی و رفته رای دادگی انتخاب کردگی رحمانوف شخصا همین رحمانوف واپشه فکری مردم نمیکنه که شفا واپشه هیچ محل نکده بود و تو حاضر هم نمیکنن یک گروه آوش یک گروه آوش در سر دولت ما تمام فکری فقط فکری همین غارت کردن مردم از ظلم کردن شکنجه کردن برای خیلی ظلم شکنجه دولت پیش نمیره که شفا درست تشکر زیاد به شما برادر خدا نگهدار باشه زنده باشید زنگ واتساپی بفرمایید
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما سلامتی خوب؟ تشکر به شما برادر. بله شما بسیار موضوع خوب رو انتخاب کردید. همه موضوع شما موضوع خوب است و این موضوع امروز هم بسیار موضوع خوب است. ما در تاجیکستان همه امکانات‌های تشکیل کردن شرایط جای کار رو داریم، اما این رو نمیخواهند تشکیل کردن. آواز من درست میاد؟ صداتون خوب است، بفرمایید. بسیار خوب است صداتون. بله، همه شرایط ها هست برای تشکیل کردن جای کاری، اینه که نمیخواهند، برای که نمیخواهند که همین ملت جای کار رو باید یا که زندگیش رو پیش برند. برای همین همه مجبور شده با مهاجرت میان. همین مهاجرت هم بینید که روز تا روز دشوار شده است. من حاضر چقدر نرخ بلیط قیمت. بله. من هم دو روز در همون اخبار گفتن که خرید بلیط از 5000 زیاد شده است. 5000 سوم زیاد شده است. یعنی 50000 روبل. بله. همون بلیط رو وای قرض گرفتگی از یا که گسالش رو فروختگی یا که اگه قرض گرفتگی میآید و همین خیلی تصادفاً میاد به روسیه. ما مخصوصاً همین مهاجرت روسیه در نظر دارم، قریب 50% میاد در همین روسیه جای خواب ندارد یا که جای کار ندارد. همین خیلی از روز یکمی به همین روسیه قدم زنیش و به همین دشواری دچار میشود. بعد باز در اینجا با از همین اگم شناسایش قرض میگیرد برای پتنت گرفتن، برای اجاره خانه، برای پرپسکه کردن. بله برای حجت گذاری جواجه میکند. من وای همین کار سر نکرده چقدر 150,000 قرضدار میشود. بله اما که نیو کنید باید دوامش خیلی است. پس کردم که همین شخص اگر صاحب جای کار شد من اگر معاش میانه اگر 40,000 روسی گرفت، همین 40,000 روسی در یک ماه و 20,000 شد در همین روسیه از خود میکند. 20,000 میمونه. 20,000 به تاجیکستان میفرستند یا قرض‌های 150,000 رو میتید؟ بله من هم 20,000 وقتی به تاجیکستان میفرستند، همین 20,000 با کورسی معین گرفتن نمیتونه. اونها چی با در اونجا غارت میشود. بله غارت میشود. بعدی غارت شدن یا که وقتی همه چند به دست همون والدینشون میموند، همون والدین بیچاره رفته از بازار از مناپول اونها باز به نرخ قیمت میخرد، همین آخر ماه نشده و همون خوراکم بود میشود. بله. همه دردناکش همین است که همین مهاجری که در روسیه کار کرده است و بعد 1 سال 2 سال سلامتیش رو از دست میدهد. این هم پول میستد. برای این هم پول لازم است. بله و همین این خلاص بود. دوام میگم است که معنی شوی ملت میبره رفتن رسند، بعد در نوبت دیگر همین نیوکلید سال تا سال همین جذبیشه این مهاجرت یک بیزنسی اویله شده است. بیزنسی اویله فهمیدید؟ از حساب همین مهاجرت اویله چقدر فایده ببینم. بله تشکر. سلامت باشید برادر عزیز. سلام هستم. زنده باشید. تشکر زیاد. برادر فرهاد خدای رو خوش آمدید به برنامه. بفرمایید. سلام علیکم برادر شوکت محمد. و علیکم السلام، زنده باشید. سلام به تمام تماشابینان تلویزیون پیام. راست گپ من چند مدت باز یک تلفن داشتم قدر درست نبود. نه همین یک تلفن دیگه ادش کردم. نخواست وارد شدم به همین کانال شما ابونه شدم. نه راست گپ ابونه نبودم تو ها. حتی نمیدونم که وای همین موضوع چی است. موضوع ما درباره هجرت سراسری از تاجیکستان
و نگرانی ما در این باره از آن نگران هستیم که مردم سراسری از تاجیکستان هجرت کرده شده است. بله واقعا این یک از همه دردی از همه مشکلی برای جامعه امروزه تاجیکستان است. راستی گپ هرچند مردم این رو احساس نمیکنن، ممکن روشن فکر رو احساس کنن که اکثر مردم احساس نمیکنن، ولی این روند مهاجرت در طول 15-20 سال بعد تاثیر خود رو میرسونه به ملت، به دولت. یکم یعنی هجرت سراسری سببش در چی است؟ سببش در فضای ناسالم سیاسی است. اصلا فضای ناسالم سیاسی در جمهوری است. و وقتی فضای ناسالم باشد، البته در اونجا جای کار مهیا نیست و یگان انسان، یگان صاحب کار، یگان اینوسترهای خارجی دیلگرم نیستن که در تاجیکستان مبلغ کنند یا که آن زواد و فابریکه سازند. خب من شخصا از آن نگرانم که اگر به همین روندی که مهاجرت در تمام تاجیکستان و مهاجرت آمده شدن مردم، حتی تا موسیقی‌های 90 ساله، حتی تا 100 ساله ها از همین فضا، از همین فضای ناسالم سیاسی داخل تاجیکستان به بیرون رفته شدند. این به حد آینده خطری از بین دارد، خطری بزرگ در پیش ما. هرچند امروز برای یک گروه حکومتداران خود رو یعنی که چی میکنن، برای منفعت شخصی خود همه جامعه رو زیر فشار قرار دادن و مردم نه برای مردم جای کار مهیا میکنن، نه مردم رو یعنی که ذره احترام قائلن به مردم، قائل نیستن به مردم. از این سبب آهسته آهسته این ملت رو، این دولت رو به نسیم میبرد. اگر مردم یعنی که به همین روندی که رفته شده است، آهسته آهسته یعنی که کی میماند تاجیکستان؟ حالا با طبق آمارهای رسمی 2 میلیون میگن، من گمان نمیکنم که 2 میلیون باشه، شاید بیشتر از این است. و همان قوه کاری که باید امروز جامعه تاجیکستان رو پیش برد، تاجیکستان رو یعنی که یک سازنده بسازد، تاجیکستان رو برای منفعت مردم کار کند و همین عموما در ما نیست. از این سبب باید امروز مردم کمی به خود بیایند و یک دیگرگونی رو در همین فضای سیاسی تاجیکستان به عمل بیارند. این رو تنها باید درک کنند مردم. دیگر جای پوشیده نیست که امروز تمام یک گروه در تاجیکستان برای منفعت شخصی خویش و به همه چی راضی‌اند، به همه گونه فشارها، تهدیدها و حتی راضی‌اند که همین همه تاجیکستان برآمده رود به همین 4 کس، یعنی که با 4 نفر یعنی که حکومت برآمده، یعنی که به همه چی آماده‌اند. خب من راستی از مردم، از ملت دعوت میکنم که خب باید ما همه گشته رفته تاجیکستان سرجم شده یک دولتی مستقلی پر اقتدار بسازیم تا در آینده برای همین نسل آینده خود یک کاری کرده بتونیم. خب امروز میبینیم که اگر این فرض کردیم ما این صحبت میکنیم، هرچند صحبت میکنیم و پس فردا خب فشار میاد، هست فشار به بالای خانواده از هر جانب میرود. یعنی که این معنی نداره که یکی ما از کسی میترسیم یا اینکه یک سخن نکنیم به خاطر منفعت شخصی 4 تا حکومتدار. باید هر انسان، هر شهروند، هر تاجیکی که ذره در
در وجودش احساسی ملت دوستی است باید حتما برای همین روند دموگرافی که در تاجیکستان مهاجر شوی رفته ایستاده است باید یک اندیشه سالم و درست عقل سالم و کار فهمیدن لازم است و گشته رفته دولت بنیاد کردن کار است و به امید این 4 نفری که برای منفعت شخصی خیش همه مردم آمادن که همه مردم تاجیکستان رفته کار کرده با اونها پول فرستادن یا که دیگر مسئله باید همین چیزها باید ما درست کنیم. آواز میرود؟ صداتون هست. خب من راست خیلی من همین سال 2006 وقتی به مهاجرت آمدم و گشت رفتم از همونجا احساس کردم که همین باید خیلی نباشه که همه باید رود مهاجر شود حتما از بیرون باید داخل مبلغ فرستاد از زندگی برد این خیلی 10 سال بود 20 سال بود این تو کی دوام میکرده باشه من نمیدونم. یعنی هدف باید هر یک حکومت هر یک دولت باید یک هدف پرزیدنت یک کشور تو پرزیدنتش دستنگری پول مهاجر باشد. باور این تماما به کلی آدم نمیگنجیدگی است. یک بار از یک طرف ایستاده ما خودمون رو تصور کنیم تو از همین رئیس جمهور سر کرده تمام وزارتش و پارلمانش و حکومتش و همش صاحب کارا در کجا دستنگری پول مهاجر حتی صاحب کارش تجارتش با پول مهاجر میچرخه. بله واقعا صاحب کار تمام کپوت در تاجیکستان. گپ در سر یکی است که با همین پول مهاجر که میرود مثال اقتصاد کشور چرخ اونده مهاجران با همه به گردن نمیگیرن میگن که نه ما همین 10% 15% ایسای مهاجران این پول مهاجران به این میشود. اگر من ندیدم در تاجیکستان اولیه که به پول مهاجران زندگی کرده باشد. این عین زمان من خیلی ممکن که اگر یک کس باشه که یعنی همون خانواده‌اش نیست در آسیا هوایی هم با خیلی در عموم حساب کنی 90% اقتصاد تاجیکستان ایسای مهاجران است. این اگر بخوان هم خیلی هست 90% کسی جای جمال‌الدین نورعلی فکر گرفتنی است. برادر فرهاد میگه نصیب باشه آزادره میگیرم به نزدیکی همه خوب میشود. جمال‌الدین چیکار کرد کی تو اکن کنی؟ راست با این گونه با این طریق حکومتداری کردن نمیدونم که به کجا میرود. بعد هر یک مثال یک راه داره میره با یک هدفی باشد که به همون هدف نائل شوی. لیکن همین فقط به گپ خوش بخوری نمیشه کو به گپ خوش خوری من خیلی میکنم این سال دیگه 10 ساله برای یک رشد سیاحی 10 ساله نه همون رشد نشود نه رشد صاحب کاری شدیم هیچ یگان رشد ندیدیم فقط همین گپ زدیم. بله شما خواهینید شما از پول خواجگان خارجی زندگی میکنید دیگر من روز کرد همین اروپا قرار دارم نه یک کس در همین طول یک سال من در اروپا نه یک خواجه خارجی دیدیم نه یک کس ما گفت که شما چیه نه یک کس پروای همون تاجیکستان داره نه یک کس در فکر قصه ما هست. اولی همین یک بهانه و یک سخن یافتن که شما سخن میگید. راست من با تعریف همین شبکه تلویزیونی کم صحبت میکنم به خاطر اینکه من شرایط یگان خواجه خارجی پیدا نشد که تلفن ساز بگیرم نه که شرایط مهیا شد من خیلی میگم تلفن نمیتونم که بیا پیوسته صحبت کنم اگر امکانیت داشت شرایط است بیا. خلاصه با همین روندی که امروز در تاجیکستان رسیده شده است با گیجان روان نامعلوم با کجا خیلی همه در دنیا داره همه مهاجر دارد لیکن به این طریق نکوخی با این خیلی که در تاجیکستان حتی امروز ما با من خیلی معلوم رسید که حتی انسان ها همین خانه هاشون فهمیدی
партовта бо аҳли оила ҳатто тамоми авлодшон гирифта баромада Тоҷикистон ба Россия ва дигар кишварҳо фаристодаанд. То ба кай бояд як ҳар рӯз як корхона як чӣ таъсис медиҳанд ё ки ифтитоҳ мекунад раиси ҷумҳур. ман наметавонам ки ин корхонае ки ифтитоҳ ино гиҷо шуданд, дар гиҷо ҳам кормандо дар гиҷо ҳам барои чӣ ҳамин корро мекарда бошанд? овозтон наомад истода, овозтон садотон паст рафта истода садом. омад. ҳоло як 10 рӯз пеш бародари азиз як бузаки амният аз ҳамун ашти худамон ба ман занг мезанад, мегӯяд хони модарата кашида мегирад давлат, хони дората кашида мегирад давлат. ой мардак, хони ҳамаро кашида гирифтед, мардум ҳам ту хонаша дода омада истода аз дар девораша ба шумо, ба ҳамин метарсони мана? бе ҳамун кашида гирифтанҳоятон ҳам мардум бехони монд, ҳамаш ҳамун дари девораш ба шумо мондагӣ аст. ҳамун дар девора медорад ҳамунҷо ҳам дигар як фазои қарордодагӣ мардуме ки дигар намехоҳам ҳамунҷа. ман як таклиф як хоҳиш дорам аз тамоми кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чӣ амният аст умуман дар умум ҳамамон ҳамин инсонем якам пешаи ҳама. ҳар нафаре ки шумо ҳар касе шумо ки мисол дар ход тариқи сомонаи иҷтимоӣ ход дигар менависед ё ки мардума хоҳӣ нигоҳӣ барои ду сухани ҳақ барои як ҳақиқат гуфтан, илтимос ҳамин кор лозим нест барои шумо. ман ами шахсан аллакай дар ҳамин сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 ман дохилам. дар тамоми 2010 дар тамоми интихоботҳо иштирок кардагиам. тамоми фазои сиёсиам медонам, тамоми камбудии норасоии ҳукуматам медонам. шумо наметавонед ки ба дурӯғ гуфтан ё ба як каса тӯҳмат кардан яъне ки болои мардам, болои озодандешон, болои мухолифин шумо яъне ки ғолиб биёед. ҳамун хемеке ки ҳамин хитона сиёҳ мекунед дар ҳамин саҳифаи таърих номи хитона сиёҳро бад мекунед ва ҳар як боҷа мухолифон дафтари махсус дорад ки ҳар якани шумо ном ба ном нависагия ки шумо ба чӣ кор даст мезанед. мо ба он нафарони мо кор надорем ки мисол гап дар милисия кор мекунанд ё кор мекунанд. марҳамат, мо зид нестем, кор кунед, леки аз рӯи қонун, аз рӯи адолат, аз рӯи инсоф, аз рӯи ҳоло аз ватсап занг зада истодааст ку бинем ба суҳбат ҳамроҳ кунем. марҳамат. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. برادر هم فرود پیوست میگه که برای میگه ازبکستان نمیشه، میگه برای وطن آباد کنیم. وطن کجاش آباد میکنی؟ وطن آباد میکنی یا خونه را بخت همه کی بچه ها فرزند همه کی روز بعد میخلاپت همه را چی همه را چپا میکنه، فرزند در بیرون میمونه، در ته خونه میمونه، میمونه کجاش آباد میکنی؟ شما با گپ زده شده از فرهاد؟ بله نخیر، این برادرم از یک جهت درست میگه، این حق هست. از جهت وقتی که میبینیم در یک گوشه دوشنبه مهاجر شده زمین خریده است، زمین از همون خریده، زمین خریده است، خانه ساخته است، برام چپش میکنه. این برادر درست میگه، این مسئلهش هم حق است که چه ما آباد کنیم وقتی که فضا ناسالم است، وقتی سیاست نادرست است. تحقیقات شخص نمی خودم بودی در مدیریتم دیم فلای شاید نمی دیگه دا اویلا ما کدی بود کم آوردم. برای چی آوردم؟ برای چی نمیشه با؟ در نمیشه. نظارت یکم باید یکم چیزی نمیشه با. مرا حواس کردم که قریب زن بودک و بیارم عذاب کشم. یا خودم عذاب کشم. چیه حالا خودش؟ در کجای؟ در کدوم دولت واسه بیاد دولتی او دید من تقریبا چه نمیدی یار میگه چون تانسون در دولت تو تانسون کدوم دانی توجیک میراد دولت خودش استرویکا کار میکنه کدومش زنا کی بچه‌ها زور بیا میگرش این دیوالی که خونه‌ش میخلافت آورده چپا کرده یا دلیل اومدی همین را کنه کده فاکر باشه که برای وطن خود او کجا برای میلاد توجیک تو وطنش میده کجا برای خونه را چپا کرده مونگالی نشیش کرده اما چی گناه داشت هیچ گناه نداشت حقیقت روی او برواده سبب مونگانشون اوندانست در کجای او کاری وطن نه درست 100%
100% درست میگی برادر. ما در این مسئله خب مطلب من چوب وطن دیگر است میگو برادر دلیر، وطن دیگر است. بله وطن دیگر است. ما این یگان انسان اشکال نمیتونیم دیگر خوکی وطن دیگر است. خوکی وطن دیگر است. اول وطن مایل خوکی وطن دیگر است. نکی راهبری حلال، راهبری عقلدار در کنه. من خودم شخص خودم در انتخابات وقتی اشتراک کردیم نبود رفتم شهروند تایستان، شهروند تایستان، قانونی تایستان کردیم. ای هایده بالا لوبو خلبو خانه خواه و انتخابات اشتراک کردن. انتخابات با خواهش خودش بچه خودش انتخابات اشتراک کردن حقوق داره. چی با من میرم انتخابات ما را راه نمیدم. رفتم 2 بار 3 بار رفتم راه ندادم. برای چی؟ آخه برای کی؟ ایتان خیلی آواز میتونه وجود ما هستن. آواز اینا خیلی هیچ کدام لازم نیست. در یگان در انتخابات شد در یک حوزه انتخاباتی من همچون از زمین حزب سیاست دموکراتیک بودم، نماینده بودم. بعد تا بگم نماینده حزب اسلام بود، از حزب خلق دموکراتی هم بود، از همه حزب و حرکات بودم. تا بگه ما نظارت کردیم بگاه شد. وقتی که باید قطعی های رایدهی اما آوازها را در پیش ما بریزنن و کنن حساب کردن چند آواز گرفته است. راست دیگر بگاه شد کارمندان امنیت اومدن ما داده برآوردن. شما گفتن حق نداره. ما گفتیم پس از سحر تا حال برای چی ما نشستیم؟ این حالا نگاه کنید برادر فرهاد، شما اولی صحبتتون درباره اینوستیسیا یا اینوستور ها گپ زدید که تاجیکستان اینوستور ها رو جلب کرده نمیتوند. یک چند سبب های وجود دارد که تاجیکستان اینوستور ها رو حکومت تاجیکستان جلب کرده نمیتواند، یا اینکه اینوستور ها از هم با بعضی چیزها خواطر هستند و نمیخواهند که در تاجیکستان سرمایه گذاری کنند. مثلا گریم شما ببینید یک حکومت یک کشور با مخالفان سیاسیش سازش کرده نمیتواند، با مخالفان سیاسی دست به گریبان است. این نشانگری اون است که این حکومت، این کشور امنیتی اقلا نسبی ندارد. یعنی میتواند در دلخواه روز، در دلخواه حالت، در دلخواه ساعت در این تاجیکستان تبادلات به میان بیاید، دست به گریبانی ها به میان بیاید. برای چی؟ برای اینکه این دولت، این حکومت یک خیل در حالت سرکوب کردن مخالفانش قرار دارد. بله وقتی که سرمایه گذار به این کشور سرمایه گذاری میکنه در حالتی که این حکومت یک خیل با ملت، با مردمش، با مخالفان سیاسیش دست به گریبان است که رقابت سالم کرده نمیتواند. رقابت سالم سیاسی وجود ندارد. وقتی که رقابت سالم سیاسی وجود ندارد، تو خودت را کش، تو اینوستور سرمایه گذار به کشور جلب کرده نمیتوانی. آخر پول میدادگی عقل دارد. پول میدادگی پولش زیاد کرده میخواد، نه اینکه پولش به تو داده گریخته برود مثل بابک زنجانی. در واقع همین نمیدونم که همین چی گونه حکمرانی میکنن، چی گونه همین چی فکر در سرش کنه. خیلی فکرش معلومه. اکثر نفرایی که در شهر نایه ها و منطقه ها با وظیفه تعیین کرده میشود همش با پول میشود تعیین میشود. بله. و هر انسانی که هدف اساسی می‌بینه همین مبلغ کار کردن از این خیلی که برای صادقانه وظیفه‌ای که حکومتی یا وظیفه دولتی که برای وجود شده است باید حتما هم وظیفه دولتی بگیرد، یعنی که پیش برد، یعنی که همون معاش خود را بگیرد و بکنه، نه معاش سالم ته اون انسان. یک مسئله دیگر در همین مسئله اینوستیسیا هست. یک مسئله دیگر شما نگاه کنید، هر روز شما گزارش میدید که گروه های تروریستی رو بازداشت کردید، گروه های اکستریمیستی رو بازداشت کردید. چند اکستریمیستی که بود از بیرون بوده گرفته آوردید. این شما با این گزارش هایتان تاجیکستان رو به یک کشوری ارده یا مکانی تروریست و اکستریمیست ها معرفی میکنید. در این حالت شما چه خیلی با میخواهید که سرمایه گذاری کند و با تاجیکستان بسیار بیزنس و تجارت هاش
спонсировать кунаду инвестиция рушд кунад шумо ина ба кадом каллатон фикр расоде дар ҳолате ки худатон инвесторро метарсонед бале бале воқеан инвесторро ки инҷа пури террорист аст инҷа пури экстремист аст инҷа пури мардуми чӣ мегӯ даҳшатафкан аст худатон тарсонда истодед худатон ҳамин ба куҷоятон мардум дар ҳамин ҳолат вақте ки шумо инвесторро ҷалб карда наметавонед сармоягузорро ҷалб карда наметавонед як ҷои кор офарида наметавонед дар натиҷааш яъне ҳамин мардума водор мекунад ки маҷбур мекунад ки тоҷикистонро тарк кунад яъне ҳамин беҳишти рӯи замин барояш бадтар аз дӯзах мешавад ҳамин як чизҳои элементарне ки ҳаст шумо фикр карда наметавонед шумо чӣ алаф мехӯред дар ҳукумат аз ҳамин раис ҷумҳура сар карда то ҳамин охирин нафарат раиси вилоятату раиси ноҳия чӣ алаф мехӯред ё нодуруст гуфтаи суда 100% дуруст вақте ки аз тамоми миллати худат аз тамоми шаҳрвандои худат қариб экстремист террорист даҳшатафкан метарошӣ ки ба ту мера сармоягузорӣ мекунад ки пули партоӣ дорад ки мера партоя пула ҳар як инвестор ҳар як ширкате ки мисол як бизнес ё як корхонаи ба роҳ меандозад хоси даромад мо вай аст ҳам ту даромад мегирӣ ҳам шаҳрванд ҷои кор пайдо мекунад ҳам мақсад иқтисоди ту пеш меравад вақте ту ки вай тарсондӣ вай девона ки меравад дар он ҷо ба рӯи ту сармоягузорӣ мекунад як кас як сухан мекунад вай дар ҳол экстремист террорист ба фикрам ҳамин зиндонҳои тоҷикистон ям боз зиндон шудааст ҳама пул шудааст аз ҳамин экстремист террорист ман боварӣ комил ҳамин экстремист террорист ин гапҳое ки ҳукумат гуфта истодааст мо дарк мекунем лекин ба хориҷиҳо ман вақте ки бо чанд нафаре ки тоҷикистонро намешиносанд суҳбат мекунам онҳо ҳамин хел тасаввуроташон ки тоҷикистон як кишваре аст ки пур аз террорист аст пур аз экстремист аст дар он ҷа ҳукумат ба таҳдид мекунанд мехоҳанд идораи полисе тарк кунанд мехоҳанд идораи амнияте мехоҳанд чӣ мегӯянд военни каст рафта тарк кунанд мардум ҳамин хабарҳо дар мардум ҳамин хел аст пас каллаи хориҷиҳо каллаи сармоядор ба шумо ҳамин хел информасияҳоро ҷо мекунед ба хотири он ки ба мухолифонатон мубориза баред мухолифони шумо ин ахмақии шуморо дарк мекунад лекин ӯ сармоягузори хориҷӣ ин ахмақиятонро дарк намекунад ӯ ҳамин хел тасаввур мекунад тоҷикистонро пас чӣ гуна ба сармоягузорӣ мекунад бале бале 100% воқеан дуруст аст мардум мефаҳмад ки шумо аҳмақед мухолифон медонанд ки шумо аҳмақед лекин ин кишварро вақте ки шумо бадном мекунед ин қадар сармоягузорро ваҳшатзада мекунед сармоягузори ҳоло бубинед дар бори туризм гап задем шояд даҳҳо нафар сармоягузорон инвесторҳои хориҷӣ ҳастанд ки ҳавасманданд дар тоҷикистон туризм рушд кунаду ба он сармоягузорӣ кунанд лекин шумо нигоҳ кунед бо вуҷуди ин ки бо мардуми худ созиш надоред бо вуҷуди ин ки бо мардуми худ созиш надоред бо ҳамсояҳо созиш нест ин тараф даргир бо қирғизистон он тараф даргир бо толибон ҳамаи ин вақти сармоягузорӣ инвеститсия ба ҳисоб гирифта мешавад 100%. ташаккури зиёд ба шумо фарҳод ягон чизи гуфтани дигар надоред не мехоҳам дар ин барнома қади шумо як ҷоя бошум агар иҷоза бидед хеле бо мардум мехоҳам беҳтарин аст нафаре ки аз WhatsApp занг зада истода будед мо сухани шуморо буридем ягон илова доред як мегина сармоя мегин як одам омад дидем як магазинчи май дар таки ду дона бор бар масо 4 дона масо дар савдо кун зиндагӣ пеш рава ду рӯз се рӯз савдо кард я ҳафта ду ҳафта савдо кард сем ҳафта дар налог омад инча заминиш омад дигаш омад ҳама шомадан ҳам бечора ҳам хайкадан ки як кадам ба кун дадад дига айкаҷо каш бира об хизда сармоягузорӣ кунад айкаҷо мекунад бале терроризм экстремизм меган ягон гап нестай ё ҳамаш як политикаи худшон мардума тарсонданай меҳмони хориҷию
واردات خارجی و دیگر دولت‌های که میان میروند فرما دارن همه همیشه یک ترفندان یک چیزی که مردم با پا نخیده تمام این مقدار این همش خالد کرده ایو سومی دولت کجا میروه سومی دولت چی به دولتی تاجیکستان همه قدر همه چی باید ایسلیت ای او ای پاکستان همه چی باید این تو ای دولتی که تو 125 میلیارد دلار خرج داره برای چی پول برای که همه چی همه استفاده میبره 10 فایز دولت دولت میروه 90 فایز بانک شرکت بانوی ایمالی میروه بانوی اوزادا میروه بانوی تخمینا میروه بانوی دیگه میروه برای چی بله چی با دولت نمیره کامگاش یادم نمیکنه مردم کامگاش ای خالدان مونه ای دوران نولا بمونه ای گریه بمونه ای خدی کشا بمونه ای ملک غریب بمونه میخزه در نام خچون بانک شید چی درست است وجود همین باشه یا همش برای کسی خچون کار میکنه خچون میکنه مردم جون دادن بینش آوردن واقعا مردم بیزار دوش دیگه خونه داشت همه پرته وطن میکنه ملک غریب میاد بعد اگه چی میشه اگه نگاه میکنید نوارشی در یوتیوب فلان مهاجر مرده شهران کردن اون مرده چی نه درست ایده کی را تشکر زیاد به شما برادر عزیز زنده باشید سلامت باشید تشکر زیاد محمد اقبال صدرالدین خوش آمدید به برنامه سلامت باشید زنده باشید بفرمایید بهترین یعنی که سخنانی که واقعا مربوطی حالت و وضعیت امروزی کشور است مردم کشور یعنی که رنجی واقعا هم دردناک از این مهاجرت های اجباری کشیده ایستادند و خوب شاهدیم که در 3 ماهه دوم سال حدود 952,000 نفر از کشور خارج شد در حالی که خوب وضعیت روسیه هم به یک حالت ناگوار بود و فعلا قطاره ها را باز کردن انشاءالله که مردم یک بار بگریزن خانه خیز باید مردم بگریزن برا بعضی وقت میشنیم میگم خنده تبوزه رحمان رو با این پرایکتر میکشدگید سامالیوتا یعنی که کرده است 5,500-6 هزار در حالتی که در برنامه لوچکو برنامهش نبرآمده است ولی مطلب نشر شد یعنی کاملا لیوچیکوی تاجیک به اصلاح نوشتن که همین سامان ایل بنزین هواپیما یا همه آویاسیون کراسینی که در هواپیمای سامان ایل میریزد از کراسین دزدیدگی سامالیوت وینی که در تاجیکستان است از همون میریزد حسن با 25-30% همون سالرکه را میخره ولی با بجای این که اقلا نرخ برای مهاجر تاجیک پایان بروره با 4-5% دیگه بالاش میکنه 4-5 برابر دیگه بالاش میکنه یک هواپیمایی که 1,800 2,000 2,500 بود تا 6,000 6,500 میروه اما شاهد هم بودیم که تا 1,200 دلار 1,500 دلار هم فروختن ما شاهد بودیم که میدونستن که در بلاروسیا تاجیک هم برای مشکلاتش میشوه برای اینکه از 5 لیکن بردن ولی میبردن با اطلاع رسیدگی اما 1,400 نفر تاجیک سرسان و سرگردان کردن در وقتی همین چی گفتن بلاروسیاشون بردن وقتی روسیه میدونه میگه تو حق نداری در اینجا باشی تو بلاروسیا اومدگی میگم من برای روسیه اومدگی بودم 100% حسن اسدالله زاده و شرکت سامان ایر میدونستن هدف پول کار کردن اینا یعنی مردم مهاجر دارن مردم خاک بر سر دارن مردم یعنی که خانه خیز گفتی برادر فرهاد مردم از تاجیکستان گرفته هستند اشکالی که شما گفتید یعنی واقعا والله قسم مردم خانه خیز از کشور فرار کردند ولی اینها باز هم سیاست خیراتمندانه پیشوای ملت لعنت کرده الله باز هم تعریف کرده میگردن من نمیدونم که این چی سیاست های ولی یک چیزی دیگر را اون روز نشر کردم اگر اهمیت داده باشید انشاءالله سایت پرزیدنت هم فقط تنها دیگه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منویسه یعنی پیشوای ملت و اساسگزار صلح و وحدت سرفرمانده کل قوا و شوهر عزیز ما و دیگه طریقه پشت نمینویسه همین فقط پرزیدنت کشور امروز با فلانجا سفر کرد یا محترم دیگه هم داره یعنی با برنامه هایی که مخالفان دارن اینها خیلی چیزها را واقعا هم برای
مردم و برای کشور یعنی بازگو کردن و فهموندن و حالتهای را فهموندیم و وضعیتهای را ما شرح کردیم که مردم دیگه چشمش بینا شده است. هر چی قدر مهاجری که از کشور بیرون می شود در دولت‌های مشترک المنافع یا روسیه، در اونجا اینترنت از همین تاجیکستان که برآمدی ای سنباخگی اینترنت میبروید دیگه بلوتوث گیرانه، بلوتوث کشتگی، اینترنت صرف است کار یگان پرابلم دیگه نداره. یعنی که 100% دیگه اینترنت شدگی همین تماشا میکنن، یعنی میبینه وضعیت راسته یا که حالتی که در تاجیکستان چی میشنوید در اینجا چی میشنوید. یک بچه 2 روز قبل بود یا پریر شب زنگ زدم میگه که من 19 سالم از تاجیکستان اومدم. تو گفتم خوش اومدی. میگه من باور میکنید که فقط در مکتب و در همین مجلس و در تلویزیون همینو فقط شما را داشتن میکردن، من تماشا میکردم گفتم این کی باشه یادم که قداشونش میکنم، ولی یگون بار ندیدم شما را چون امکانات نداشتم. ولی وقتی در خونه اومدم این طرفم نگاه کرد، این بچه‌ش گفت که تو بزنستی، بعد تو بزنستی گفتم نه خب من بزنس نیستم، من یه بچه نو گرفتم عسکری اومدم. بعد میگفتن خب همین را تماشا کنیم، میگم موندن. بعد دیدم تماشا، بعد فهمیدم میگه که این گپایی که خودت میگفته همش حقیقت نمیشه داره. همه گپا را من با چشم دیدم، یعنی میدیدم، ولی در اینجا اومدم از زبان اینو شنیده هستم. یعنی این دلالت به همون میکنه که یعنی این مسئله خیلی مسئله هست که مردم و ملت باید اینو بفهمند دیگه که الرحمنوف مردم با اجباراً به روسیه با کشورهای یعنی که خارج از تاجیکستان ارسال داره، از بهشت روی زمین، بهشتی که برای خود و عائله خودش درست کرده است، نه بهشت برای ملت درست کرده است. اگر بعضی پرزیدنت ها، بعضی رئیس جمهورها و بعضی از حاکمات در دولت های خودشون بهشت برای اهالی و شهرونداشون درست میکنن که تا اینکه شهرونداشون زندگانی خوب داشته باشد، ولی رحمانوف تنها بهشت برای خودش و عائله خودش و دیگه همه باید در اعراف در جهنم زندگی کنن. یعنی مردم تاجیکستان باید که در اطرافی یعنی که بهشتی که رحمانوف برای خودش ساخته است، مردم باید در یک حالت تنگنای وخیم باید قرار داشته باشند. به همون خاطر هر چقدر که مردم از کشور فرار میکنن، هر چقدر که مردم بیرون میبروین، همون قدر با فکرها و ذهنیت‌های کشاده شده با وطن دوباره برمیگردن. و انشاءالله که این یعنی تندنسیای هجرت یا اینکه این قضیه که هجرت مهاجره تاجیک از داخل کشور به روسیه یا که به دیگر کشورها، این یک دروازه باز شدن برای یعنی مغزشویی، مغزهایی که ملت در داخل شخ شده کرده بودن، مغزهایی که 24 ساعت نوردین که لاتکوبیزاسیا نوردین سعید یعنی میبرایم میگه که ما باید که یگان چیز غیر سیاست پیشوای ملت دیگه یگان چیزی دیگه در تلویزیون نشر نکنیم. یعنی وقتی میپرسنش که تو حتی همین یگان زیایی میبره، یگان یعنی که آخه آدمی بزرگی همین ملت از دنیا میگذره، اقلا یک تعزیه توسط شبکه تلویزیونی شما بیان کنی آخه تا اینکه ملت و مردم بفهمن که چی گپ از وضعیت یا که فلانی شاعر یا فلانی شخصیت زیایی این ملت از دنیا گذشته است و مردم آگاه شوند. جوابش چیه؟ ما یک چند برنامه تشکیل کردیم، برنامه نمیدونم استاد لایق شرالی، برنامه استاد مومن قناعت، گویا که او مردمی که گذشتن کیها رفتن و آدمایی که زنده که امروز یعنی که دیروز پریروز از دنیا گذشتن برای تعزیه بیان کردن، برای اینکه مردم بفهمن که کی از دنیا گذشته است، اونو هیچ نشر نمیکنن و وضعیت از حالت مرزها کاملا باید همین خیلی پوشیده باشد. در بدخشان چی میگذرد باید کاملا یعنی پوشیده باشد. همه وضعیت کشور باید به یک شکلی یعنی به یک حالت کاموی قرار بودن، فقط در تلویزیون باید تراتاتم رقص باشه همین. ولی وقتی که مردم از داخل کشور هجرت میکنن، انشاءالله که مغزهاشون کشوده میشود، بسیاری چیزها را میفهمند، بسیاری حالتها یعنی که آگاهی های خوب پیدا میکنن و این الحمدلله مردم در داخل کشور بمونن هم برای رحمانوف ضرره، برای اونها نان بوتیه، جای کار بوتیه، مردم همه را زندان کردن نمیتونی. الحمدلله 10 میلیون شید بچت خودش با 10 میلیون نفر 10 میلیونر را خونه داد. اگر رحمانوف همی در مردم در داخل کشور هم مونن به ضرریت، اگر بیرون هم ببروین میبینن
حقیقت واقعیت ها را بیشتر آگاه میشوند، بابا دردسری خود پیدا میشوند، میآیند هم مهاجر با سرتا. اما خاطر اینا چیزی نیستن که رحمانوف، یعنی که رحمانوف دمیانی 4 دریا خودش تختبند موندگی انشالله. تختبندش از حالتی که مردم در داخل کشور نه به کار تامین میکنه، نه به نیروی برق تامین میکنه، نه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و حالتهای آزادیشون در تاجیکستان تامین کرده است. نه اینکه یعنی که این مردم وقتی بیرون میبرویند از اون یک کشوری به مانند کره از کشور خارج میشوند و در بیرون وضعیت هم میبینن، چشمشون باز میشود، میفهمند داخل کشور میشوند. وقتی که آزاده گفت میفهمند که آزاده کیه، وقتی رحمانوف گفتن میفهمند که رحمانوف کیه، وقتی جمالدین گفتن میفهمندش کیه، وقتی دولت علی سعید گفتن میفهمندش کیه. یعنی تمام همین مردم به خدا قسم اگر حاضی من همینجا یک مهاجر باز که یعنی یک مهاجر یا یک نفر همینجا تی واتساپ قطی بیا گپ زنیم که همین پارلمان تاجیکستان یا چند وزیر تاجیکستان میپرسیمش که میشناسه که همون وزیرا کیان؟ والله نمیشناسه. همین مردمی که 25 تا 30 سالن تماما نه وزیر میشناسه، نه احزاب سیاسی را میدونن، نه یگان نمود خیلی تفکر یا ملکه سیاسی یا وضعیت سیاسی کشور را میفهمند. اگه بپرسش که رئیس LDPR کیه، در میگه کی جرنوسکی بود مرد. اگر پرسش که رئیس حزب کمونیست روسیه کیه، میگه هو زوگانوف. بپرسش که میرانوف کیه، در میگه. بپرسش رئیس دومای روسیه کیه، در حال جواب میگه. برای چی؟ برای اینکه در روسیه است، تلویزیون را میبینه، وضعیت هم میفهمه، حالت براش معین آشکار است. یعنی تنها ترتتم نیست در تلویزیون. ای وضعیت سیاسی کشور روسیه تا جای آگاهی پیدا میکنه، ولی در تاجیکستان از وضعیت سیاسی همون دولت تشکیل کرده ای خونه سوخته رحمانوف چی نمیدونن همین مردمی عادی. برای چی؟ برای همون چند آدم ای فرخور زنو زنگ میزنن میگه به خدا همین رحمانوف گپ سر میکنه، من میکشم تلویزیون را، یا اینکه اوز شپاس میکنم که تام کنه بعد بلندش میکنم. برای که میدونم که فقط هم یک گپ میگه شکران نه یعنی همین یعنی سرزمین کنید که شما رو خدا ما شما رو هست کرده. اگر خدا ما شما رو هست نمیکرد چیکار میکردیم؟ گفته باشه قطعی خدا شرم ما کسی همین توشکر خدا با آفر 10 میلیون الله لعنتت کنه و تماما عقل نداره. به خدا قسم گپ میزنه مردم نمیدونن چی میگه، با همون رو مجبور میکنن که گوش کنیم مردم. بعد همون در تالار شیشتگی همون وزیر سفیر کبیر جزیره بپرس که رحمانوف چی گفت، بگه من نمیتونم اظهار اندیشه کنم. برای گوشش نکرده است، در همون پیش شیشتگی گوشش نکرده است. اکی مردم از کجا همون گپایی که رحمانوف گپ میزنه، مشکلاتی فرزندش باید مکتب روه، باید به او را لباس بخره، زنش جنگ دوره که در خونه نه کچکای نه پیازای سبزی 7 سومون شده است، روغن اینه قسمون شده است. او رحمانوف تماشا میکنه، فکر دوره که پگاه برام بزنه که ایجا روغن بخرم یا که باقیجا برام با فرزند لباس بخرم تا اینکه مکتب روه. مکتب رویش سر میشه که 10 سوم بیار، 20 سوم بیار، 15 سوم بیار، 5 فرزندی خواننده داشته باشه یا آدم در مکتب، تو فکر که او تماما در تاجیکستان امکان پول پیدا کردنش وجود نداره. اگه آفرین او بیوه و او مردمی که شوهرش طلاقش کرده 4 کودک و 5 کودک، یعنی که وضعیت خیلی خاطر داره. واش مفید داره که همونا در فکری همون سخنرانی هم رحمانوفان در فکری سیاست امروزه دولتن. سیاست یک انسان فکر میکنه که کم ترک تنجه این ملت به یک حالت مخیمترین آورده است. هر چی کاری که رحمانوف میکنه خلاص فهمیه که چی در داخل رحمانوف این ملت چی اگر خارج هم ببرن بر علیه رحمانوف. فرار مغزها از کشور که رحمت یعنی حکومت رحمانوف کسته ولگار میکنه، یعنی که فرار مغزها، فرار عقلها، فرار دانشها، فرار اندیشه ها، فرار مردمی آگاهمند و دانشمند از کشور هیچ وقت با منفعت رحمانوف نیست. رحمانوف حکومت دقیقی همون 2 تا دزد و 2 تا رخشپ و 2 تا دیوانه داده که از همون دو جمع کرده شده. دیگه یگان چیزی دیگه برای این ملت، برای این مردم، نه حکومت رحمانوف، نه این وزیر سفیر کبیر، نه این اویله به صحب یعجوج معجوجش برای این ملت نمیاره. سر رحمانوف ان شاء الله همینا میخرن، یعنی که نهایتش از دست همین یعنی که اویله خودش. زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر زیاد. برادر فرهاد شما هم میتوانید خلاصه گیری کنید چون وقتی ما هم به اتمام رسیده شده است. یگان گپ‌های نگفته ماندگیتان باشد بفرمایید.
صدایتون نیست. تشکری زیاد. من یک چیز در اندیشه رفته شدم وقتی اخیر که آیا همه حکومتداران ما عموما در عموم یگان فکری برای آینده همین جامعه میکرده باشن یا نمیکرده باشن؟ آیا در همین شب خوابشون در فکرشون میزنه باشن که همین 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد همین مملکتی که ما آباد کردیم همین ملتی که زیر فشار و تهدید قرار دارن با کدام احوال با کدام روز میرسه باشه؟ گیجا بریم. من فکرم چی است؟ تا به مردم این حق داده نشود که حق خودش را تلاش کند و به خاطر حق خودش را تلاش کردن جزا نبیند، تا این شرایط مهیا کرده نشود، تاجیکستان آباد نمی شود، تاجیکستان پیش نمی رود، نمیتواند پیش رفتن. شما تصور کنید اگر طلبات نباشه، یعنی طلب کردن نتوانید، چی رو به میان میبیارید؟ چی رو به میان؟ فقط از تو طلب کرد، از تو طرف مقابل طلب کند که دهانت بستگی باشد، خاموش باشی، صدات باشد و در همین حال یگان شرایط جنبش نباشد، شرایط پیش رفتن نباشد. تو چیکار میکنی؟ تو چی خیلی پیش میروی؟ یعنی تو طلب کردن نتوانی، حق حقوق قانونیت رو برای اجرایش مبارزه برده نتوانی، حرکت کرده نتوانی، تو چرا با میان میبری؟ یعنی یک شهروند چگونه برای پیشرفت کشورش سهم گذاشته میتواند؟ وقتی که سهم گذاشته این همین 1000 و 2000 کارمند حکومتی که همش جزء و قلاب و غارتگر است، چی به میان میبره؟ یک چیتون تلفنتون یک صدای ایلوگی چقچوق چقچوق برآورده شده است. از من خاموش است. من خاموش کرده گپ زده شدم. بفرمایید گپ زنید فرهاد. من بعد خلاصم رو میگم. یک نفر دیگر وارد شدن، خیر ناامیدشون نکنیم. من یک تکلیف دارم به حکومت و تمام مقامات تاجیکستان. اگر کمی در سطح عقل سالم باشد، ما میدونیم که شما همه ملت ممکن باید شاید نایخواه، شاید آزاداندیشا بدانند، شاید مردم آگاه بدانند بسیار جنایت های سنگین صادر کرده که تاریخ اینو فراموش نمیکنند، از قبیل کشتار و زندانکنی و تهدید فشار و زورآوری و بر همین مخالفان سیاسی خود، یعنی که یک از همین یک دشمن تراشیده دائما وضعی همین تاجیکستان خودتون رو در یک فضای ناسالم و آرام قرار داده هستید. بیاید یک کاری کنید که همین از همین فرد سر کرده یک ایده دیگه، یک راه دیگه رو پیش بگیرید تو همین فضا رو کمی دیگر کنید. کسی که بی‌فرش شده از وظیفه ها بره و هیچ گم نیست. به فکرم این وظیفه و این مال و این چی از پدر مادر تو میراث نمونده است. وزیر 5 سال کار کرد، پرزیدنت 10 سال کار کرد، 10 سال کار کرد، 20 سال کار کرد، برای آزاد. وزیر طبق طلبات قانون کنستیتوشنی باید 5 سال کار کنه عوض شود. پرزیدنت ده 5 سال بعد 10 سال شی. بس که بریج گم نیست. خواهیش هیچ کس شما را هیچ نمیگه. همین خوبی، همین از همین رفته زندگی آرام و آسوده اختر ادامه بده. واقعی باور کنه مردم هرچند سخن گفتن و جرأت نمیکنن، لیکن از یک بعد شما دیدن که دلشون به حضور میشود. دل همین مردم ای کو میشورد، دیگه شما دیدن نمیخواهند. هیچ گپ نیست. هیچ گپ نیست. همین وظیفه است. رفت با یک کسی بیا کار کنه. بود همین همون قانون کنستیتوشن شما رعایت کنید که ماست. دیگه کار نکنید. هم قانون کنستیتوشن رعایت نکنید در 30 سال. یا از این پس رعایت کنید. فقط قانون شما برای همین قانونی که قبول نکنید، همون قانون هستن، فقط برای منفعت شخصی خودتون استفاده میبرید. دیگه برای عموم در عموم نیست است. یگان قانون رعایت نمیشد. چون که من در همین طول
2 سال اخیر بعد قتل برادرم که تا حاضر قاتلش چوک کشیده آزادیان، تا حاضر در نامه رشت آزادیان گشته شدیان با تا حاضر مولاد من زیر فشار قرار دارد، اهل خانواده ما زیر فشار محکومات قرار دارد. لیکن با این حل روی حل نیست، این کاری شما پیش گیرید. فقط از این وظیفه برای التماس اگر که نمیره همین عقیده و نظر رو همون سیاستی که پیش میره به گوش خود خیرمندانه همه ایواز کنه تا که همین مردم با شما دلگرم باشن. فردا که همین پیش مردم شما چی بگید که نبیره ها شما فردانه شما چی میگن در پیش این مردم؟ شما این فکر رو نمیکنید؟ درست. تشکر جان برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر جان برادر. یک نفر از واتساپ زنگ زده هستند. ویدیوتون رو میتونید کشید برادر عزیز. ویدیو شما نشون داده نمیشود، این خیلی امکانیت نداریم. میتونید فقط صدایی گپ زنید. بفرمایید الان من شما رو پیوست کردم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. او خیلی اگر لباوی گپ پوتات میشوم. نفهمیدم. وقتی خودت میگم لباوی گپ زن نکن. مالش لباوی می چی می بامپر کتی می لوبوش کتی گپ زدن گرفت دلخواه. خواهی ببینیم تو زوجا تیما میکنی بعد. برادر عزیز من شما از واتساپ زنگ زدگی هستید. من واتساپ ویدیو نشون داده نمیتونم در اینجا. فقط صدایتون رو شرایطی نشون دادن دارم. شرایطی پیوست کردن دارم. تمام. شما میخواهید با نوار صحبت کنید. یک اون فوتبال که وقت به تنتون گرید. اینجا شهر بی دروازه نیست که لوچک برآمد کردن گرید. توسط استریمیارد وارد شوید. در اپلیکیشن یوتیوب یک لینک هست، به اون انگشت زنید. یاد داده موندگی است، نوشته موندگی است که به این لینک انگشت زنید. به همون انگشت زنید شما وارد استودیو میشوید. مالش ما فوتبال رو میپوشم نه که فوتبال کار میپوشم نه که خوب وش هم نمیفهمم. ما هم خدرش هم میفهمم. نفهمید همین خیلی لب نلب شده نمیتونید. تو فهمیدنتونه. فهمیدید نه؟ یعنی میفهمیده که خداوند میگوید که در قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میفهمیدگی ها و نمیفهمیدگی ها کتی برابر نیستن. برای من شما با من کتی لب نلب شده نمیتونید برادر عزیز. فهمیدید؟ برای لب نلب شدن اقلا همین توسط استریمیارد به برنامه در اومدن یاد گرفت سونی لب نلب بشه. مالش چی را یاد گیرم؟ توسط در اپلیکیشن یوتیوب یک لینک هست، به همون انگشت زنید وارد استودیو میشید، لب نلب میشیم. tam meten nimai problema uja ma gulezi namiکنم uja ma اغنا دارم وقتی. مالش برادر منم به شما وقتی وقتم نمیگذارونم. به نهایت برنامه رسیدیم. ان امیدوارم که یاد میگیرید و توسط استریمیارد وارد استودیو میشوید. ما شما رو با سیمایتون نشان میدیم و با سیمایتون حتما برآمد میکنید. سربلند و پیروز بشید برادر عزیز. در پناه خدا باشید. و اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. با سخن خاتموی فکر میکنم نیاز نیست، همه گپ ها گفته شدن. فقط از الله متعال دعا میکنیم که به ما جسارت و شجاعت مبارزه بردن برای آبادی و آزادی خودمان بدهد. این جسارتی رو داشته باشیم که برای آبادی خودمان، برای آینده فرزندانمان تلاش کرده توانیم. به خودمان حق بدهیم که این تلاش را بکنیم. نفرانی که های گپ نزن حاضر های میلیسه می بیاد، امنیت می بیاد، گفته زبان بچه هاتون رو می دوزید، زبان برادرتون رو می بندید. بدونید که شما هم به خودتون، هم به فرزندتون، هم به نسل‌های آیندهتون خیانت کرده ایستادید.
با این ترسانچکی، با این لرزانکیتون. بدونید که خصوصا نفران اهل سواد، خصوصا معلمان مکتب، خصوصا ضیائیان که امروز به دهانتان مهر زده اید، شما همین شما در تاریخ ملت، در صفحه های تاریخ ملت همچون خاین و همچون ترسو، همچون لگن بردار ثبت خواهید شد. تا روز قیامت به شما، به 7 پشتی بر پشتتان ملت نفرین خواهد فرستاد، مثل همین روزهایی که به خیانتکاران نفرین فرستادیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با امید این که در دیار خود یک برده نان خود را بدون غربت یافته می توانیم و فرزندانمان داده می توانیم. برنامه امروزه را به اتمام می رسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه سربلند و پیروز باشید، همیشه خانه آباد باشید. خدا کند که تعداد مهاجران روز به روز کم شده، در وطن نانیابی میسر شود. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه